من سلام و درود عرض کردم دیوانا و شاد باشم شما را یه دیوانا هنچوش که تبلیغ موافقه یک بانو کارینا جهانی مهمان این شبی بله آی دیگه جلسه دیگه دیوان دستگردین و تقریبا یک ساعتی رند مجموع دیوان دور بودیم و سرحال سرها بون گپو تران کنتی ولی پیش چشین که بانو کارینا مجموع دیوان بیا در واقع ماشمار یه فرصت هسته که موضوع سرا بون گپ سرا گپ و تران بکنه پبلوچی زبان دارگ و دیمروی راجی زمه نی راجی زمه چی هست که بلوچی زبان دیما برود چین می بون گپ من چه دیوان نندو که مردمان دست بندی کنن هر کس وتی نظر 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه حد اکثر 5 دقیقه وتی خیالا بگوشید یه موضوع باره که مردم بیش کن پچه که مشمه زبان دیما بروک ماشماوتی دیگر غیر ملکی غیر بلوچ زبان بلوچی دیما نبارد پماشما رادون و تلویزیون و رویتاک و روزنامه پا بلوچی شهر نکنند هیچ همچی انتظاری نباید ماشما هم ببیته که بلوچی زبان دیگران رشد دهند تو دیمایی برند تو امکانات هلند تو یه زبان دیما رو امکانی نیسته هر راجی هر قومی و تی زبان و دیما بارد بنابراین بشمه زمه مروچی چیه با وجود اینکه زبان همیشه دولتان استاندارد کنند و دولتانی دیما برند و به شکلی مجبور کنند مردمان که یک زبانی به شکل استاندارد استفاده بکنند مدرسان وانینک ببیتیم استفاده کنند ببیتیم پچه که پاکین زبانان هنچوش بودیم مثل بلوچی در یک زمانی در یک وحدی غیر استاندارد بودند و مجبور بودند مردم به یک شکل به نمونه یک راه یک استاندارد فقط انتخاب بکنند بعد همایی دیما برند بلوچی زبان لهجه هم سک بازند زبان هم سک پراهند بله ماشما را یه زمه هستن که یک راهی باید گیچیم بکنن تا مشمه زبان دارگ ببیتیم گوستگین جلسان اتفاقا ما بحث کتا در رابطه زبان بلوچی مشمه زبان روش پر روش خرابتر بگیم نی چوکانی زبان گو پتانی زبان پرکند پتانی زبان گو بلوک و پیروکانی زبان پرکند و هنچوش که دیماتر رگین زبان بلوچی نزورتر بگین و اگه هنچوش دیما برو دیمی نسلان آیندی نسلان میشم زبان گار بودین پچه که شی یک روند طبیعی اگر جلوی گرگ مبیتین 100% زبان بلوچی گار بودین پچه که وقتی که مشمه زبان نسل در نسل پرکنته پدا پچ نتاری به همین خاطر ساک مهمه که یه مسئله باید جدی گرگ بودیم واجه پرهاد باب تی دست برزه امیدن که آدیگه مردمان دیوان هم تی دست برز کرن تو بیان تو و تی نظره یه موضوع بارا در شام بکنن تا زمانی که مشمه مهمان دیوانه برسی پرهاد باب درود و دراوت بشم پرلین دیوانه و من رنگ خاصی عالی و سیاسی حواله نیستیم بله چیزی لیکا است موت درود نپوشانه و زبان اگر بنیادی همه بچاره اما ترا چه بچه چیزی واد پیش یا تیمی ما فقط ابر کتا و لیکا گو نوشتا و چین چیز نزانتا و سرپد نبیتین که زبان تو لیکه بیتین و آوادم بلوچستان اندو دمگان تو که تعلیم باز سستی بیتا وانه نبیتا
बलूची जुबान वासल न बिता बले दिगे दरी जुबान चुक मसन पाकिस्तान नेमा पाकिस्तान बिता ईरान नेमा ईरान बिता फारसी उर्दू एम कम वाने नेक बितगा वो या टीम असल बिता के मर्दों फकत हवार होता वो नदान तिगे बलूची जुबान या अच्छी चीजें वाने नेक भी हो अच्छे शायाल असल न बितगे गैर चम चंद शायर अदीब बितगा के माया उर्दू राबंद जोड़ता कम के अरबी राबंद जोड़ता चीजें ठाई था वो बाज जवानी कार्य हम कुतगे बरा लगा मामा टेम तो काम यक्या बलूची गोश्ता और बलूची लेकता यानी आ खलाक जीरेक बितगा वंचो तरचे भूषा खुशुड़ाई को के यानी शायद अंचो गुशी लाती गुशी शिप्ता लाती गुशी गनो को मन में आराम शिके मवती माती जुबान गप जना एक अप शायद हकीकत गुशी वाटे मंचो बिता और रंदा के मर्दों मत के तालीम ने वो उर्दू जुबान कम के वंत के दायरे उर्दू जुबान तो कम उर्दू है माती जुबान दरगतन चीजें लिखता बारे है वो पारसी है गमे डोला और ये तालीम के बलूचिस्तान अलबत्ता दनिंगम तालीम में सक कमजोरी हस्ते वक्त के फारसी तालीम मत के मैं साइड तो का आ साइड उर्दू अत का चीजें इंग्लिश इधर चे बाजे मर्द में सरपत भी थे के माती जुबान बाओ बाजार चाहिए और बाजी ने आमदा चे मसन कलम दस्ता को तो लेके शुरू को तो बाजी ने उते रोक कर रहे था वती माती जुबान ने मुसम बलूची ने मके बलूची सरकार कनेक भी ओदिते के अंचु फारसी सरकार भी त मर्चिश जबान ने मारो वाने न गंती पड़ेशा कम कम शऊर पैदा बिते कार कुतगे भले चीजें पता हस्ते में तरचुशन चागर तो का चीजें मर्दों मस्ते असल वती जुबान शमुश्त के पाक यकनो तरचुशन एक के बलूची गप्पें गुड़च भी हम आ नजर एच भी गप्पा गाजेल कनगे अंचु तू मीमी कनगे आल तो के गप न कनगे यानी आ मनजन चीजें ये गप्पा जनन तो ये रंग कनंते यानी में जवाल बेगे के पारसी उर्दू अत के तो का पर यानी में हमारे कसाने फायदे रस्ते के बलूची अंचु वाने ने नबिता उर्दू पारसी वाने ने बिता इधर चम कम के चीजें बरोचा सरपदी रस्ता वो आ टेम कहते हैं वाजा कद खुदा ये गो के मैं पीरी नच तो गप को तानी बास पार कत की आ टेम अलबत्ता मैं पीरी नोश का गप को तो चीजें लिख के तगे हमारा सरपदी नदा तगे अन्य के चीजें गालवार पारसी उर्दू इंग्लिश उर्नी और फदा हमारा होती माती जुबान है तरह बारवा चीजें गेस्टर सरपदी रसगे चे पेसर गे जमाना का और देखिए चीजें कि माँ हर ची भी तरह चूशन कीबोर्ड दी भी अल्फाबेट भी और पकड़ जोत बेकने के बलूची बिस्से क्यों और बलूची तरह नविश्ता बेकने बोआने वो जबान गार न बिकते वो मन जंचो ने या उम्मीदवारी बलाए ने मनास्ते के मऊशा के गालवार बाजे ने के अवार बिकते कम पार्क कहते उर्दू पारसी कहते तो तला भले जबान बलूची मन गुशंगार नदी एक बलाए जबान एक बलाए कुए इशिगार बेग जो आलो आलो नदी सलामत बात मेहरबानी वजह फरहाद बाप अलबत्ते ये जुबान जानता ने अदीबानी के मायदा दीवाना गापेश को तब बरी बावरान के ज़माने की एक ज़बान इस्तेफादा में भी थी यानी तो चलोगा दर के पे ज़ुबाना पीछे वती खीसे के कने तीदार दनावात बाजार रही थी तीदार दनावात इदारा रही थी तीदार दनावात ये दिगा जहाँ थी कारबंद न कने वहाँ की ज़बान कारबंद में भी थे गुदा आ ज़बान खुद बखुद मामला बमरूर ज़मान 50 साल 60 साल तुआंत गार भी था अलबत्ते शरात में रुचि बदल बूता मसले सोशल मीडिया या था सोशल मीडिया तुआंत याक फायदे बहुते तुआंत याक ज़रारी बहुते फायदे हमशन के माशमाताने वती ज़ुबाना वक्त आमूज़श बदे पचे के ये मशमी ज़ेमें ये बलूच राज है वती ज़ेमें की वती ज़ुबाना वक्त आमूज़श बदाते वती दियमा बारते और निवीसा गो वाना गो हम रवाज बदाते थे सोशल मीडिया जहाँ के उर्दू बिनवीसी या फारसी बिनवीसी या दिगा जुबान बिनवीसी तुआन बलूची बिनवीसी और निवीसा का बलूची हम पाक तुआन बिनवीसा अला इस्तांदार लेकिन निवीसा पारवानी हैं वाले बाहर शक्ल के आनी लहजे बाहर शक्ल के आन तुआन बाहर शक्ल बिनवीसा वशी
زبان کمک کنتن کم کم ما شما دیمای آین توانه و تی زبان استاندارد بکنن. البته فعلا دو نوشتاری استاندارد رواج پیدا کنگیم، یکی سید ظهور شاه و دیگری آبسالای یونیورسیتی روشه که من حالا شان یه دو روش دانند که کمک بکنن ما شما را مشمول زبان دیماته برسید. آجا ملازهی ما شما اگه بکرمه. درود و سلام راه دیان دیوان و پاگواجه ها واجه محمد کاد خدایی منی توار هستم واجه؟ جی ها تی تواری آگه تواری آگه تو بانوک چی ودی نه حتی حاضر نه؟ بانوک معمولا دیگه دیوانی هستن یک ساعتی رند، یعنی تقریبا 40 دقیقه رند ممکنه بیا، 8 تا قرارن بیا. ها بله همه پیم که شما فرمایش کد زبان بلوچی یکی چه زبانانند وجب منی تصویر هم هسته یعنی توی تصویر هم هسته و باز شرک توی تصویر پیش داره بچه بهتره من اینستاگرام چارو خسته نبیند. پچه که به دیوان دو بحره، یک بحره زوم یک بحره اینستاگرامه. و ده هم مردم بهشون همراه هورند و خبرها را چهارند گوش دارند. مهربانی شما دیگه زبرین زبان بلوچی برای خبرکنگ لاحقت که بانوکاری نوات حمده بودیم بلا آکه ادا نهین ما کمی دیوانا دلگوش کنین تا بانوک برسید یک چون دقیقه شمی خدمتا گپ کنم. زبان بلوچی دنیای زبانا همه پیم که زانین اندیان اروپیان لنگویجز زبانهای اروپایی و هندیان پدا ای آیند هندی زبان اندیان زبانان پدا ایدا دو شاخه بید ایرانیان اندیان لنگویجز و هندی زبانان همه سانسکریت هندیین، گجراتیین، بنگالیین و اردوین همه که هندوستان زمین و بنگال و این محدودیان هندوستان قدیم و دورت فلات منطقه گپ بید و از زبانانی که در شاخه فلات ایرانند بلوچی اند، فارسی اند، پهلوی اند، اوستایی اند، سغدی اند، پشتو اند، گیلکی اند، کردی اند. این زبانانند تقریبا فلات ایرانه که چه ایشان هنو چون زبان چوک سغدی این مرتگین زبانی هنچو که هنو پهلوی هر کس وانتو در بورت نکن سغدی هم هنچین زبانی که در آسیای میانه تهایند مثلا همی حدود سمرقند و بخارا و همی آسیای میانه ملکا یک زبانی به نام سغدی بوده که هنو نیستن به همی خطر تها بوده که آیانی زبان واهندان زبان وانگو در برگ شمشتگ و ویل داتا یا اینکه مزنی زبانان و حاکمی زبانان از زبانانی سرا اثر کتگ و گار بوده. بله در مورد زبان بلوچی ما توانه زبان بلوچی مانند زبان فارسی آیا قیاس بکنیم که فارسی قدیم، فارسی میانه، فارسی جدید، بلوچی قدیم، بلوچی میانه، بلوچی جدید یا همچون که پهلوی و اوستایی پیما توانید آیا به همه دوران که تقسیم بکنین بلوچی
یعنی همه زبانند قدیمی و همه زبانند که آیتها بازین قال و گفتاری و لغتی در آیتها هستند و یکی چه قدیمی ترین زبانانند ای فلات ایران تها. بله این زبان سالانی سالند که چه وانگو در برگا پشت کبده و هنچوش یه دیگه همساهگین زبانان یا حکومتی زبانان کسانی زبانان و از زبانانی که وانگ در برگ نبوتگند تقریبا از زبانان این زبانان از بین برند بلوچی هم همی پیمید. بلوچی زبانی شایگانین و مذهب پهناتی زمینی مذهب پهناتی زبانی هنچوش که فارسی تها مثلا ممکن لحتی قال فارسی تها مبید فارسی چه یدگه زبانا وام بگیرید بله بلوچی تها از زبان هستن. هردی مثال جنه مثلا زنبور پارسی تها فقط گوشن که زنبور زرد زنبور سیاه یا یک هنچین مشتقاتی از زنبوره. بله همین یکی ناما شما بلوچی تها شما ادا نشتگی بلوچی چارکند مردمان چه رخشانی و مکرانی و قبله زمین و تا آنگور آدگه ملکان بچاره هر جا یک نامی گوشندی دندسکی کنند گوامزی کنند دیگه برای بازی نام هستند که من یه دو نام گفتم و حتمش میگورد دیگه بازی نامی هست که این بلوچی نامند تو گالند پا یک زنبوری واسطه و یک گوامزی و دندسکی واسطه که گوامز همه سیاهین زنبور گوشند و دندس مکران زمینه و سرباز تا تربتا همه زردین گوشند و ممکنه هندوستان هنو بگوشند که دیگه نام هم هست. بله دیگه نام هم هست. بلوچی به هر حال آیه دها باز لهجه هند. این لهجه هانی که مستشرقان زبان شناسان مشخص کتگن چو الفنباین بگیرو تا هنو بیای برسین چه آگنس کورنا و بانو کارینایا بعضشان لهجهانی سرا و زبان بلوچی سرا کار کتا. بله مینی خیالا زبان بلوچی لهجهان هنگر چه بازن گشترن و زبان نشانی هم همشین که لحظه شک کند که آیا بلوچی زبانی یا نه. لحظه ادیب و دانشور فارسی یا یه دیگه زبانانی گوشند که بلوچی زبانی نهید. خب بلوچی از چیزی که زبانی از زبان علامت و نشانی هستند که حتما پوانگو در برگ از زبان یادگرگ بید بیوانگو در برگ یادگرگ نبید و از زبان بعضی لهجه های هم ببید بعضی لهجه و گفتاری نیما بلوچی بچارین بلوچی چارکندا چه رخشانی و مکرانی و تا هر نیمه زبان بلوچی لهجه سک بازن و اگر به زبان ساده و غیر علمی هم بگوشید زبان بلوچی همشن که به منطقه زاهدان سرحد زمین تا برو به طرف کوتا مثلا سرحدی هست و همچوش منطقه سیستان تها هم همه رخشانی زبانند. بله همی زابل و زاهدان پرک کرد افغانستان و افغانستان بلوچی ها نزدیک ترین و افغانستان بلوچی و ترکمنستان ها یکن که همه گوشن اما شتن اما آتن
ای همه لهجه اند که در ترکمنستان هم چه همه دا گرگ بوده و اقومیتانی که به طرف ترکمنستان هم رفتگند به سارانی هند، براهوی هند، ناروی هند، یک بخشی از همه لهجه بلوچی سیستان هند و بلوچی افغانستان هند که در ترکمنستان هم او دا گفتگو کنند تیباره یا. خب کبله زمینه منطقه تصویری کن و جاش کن بش کردن تا کاروان تا برو به چهبارا برسید. این منطقه هم وقت گوشن که ما یک زبانی بله یک لهجه و ایشانی تها لهتی کلمه نیتن هنچو که بنتی پیما مثلا ته و ده نیت که ما گوشیم بات ها یا کند بنتی آنو گوشیم بات یا کند می براتا در کبل زمینا هم لحتی هنچه آیا پی آیانی زبانانی هنچو عربانی پیما نیده هم یک بحثی هست هنچوش که بازی نیچه می کوه سلیمان نیمگا هم هنچوشن آگوشن که ما شتغین آتغین یعنی آیانی گره غین ها یا 3 نقطه هم هستیم گوی کبله زمینه گال و گفتارا تقریبا نزدیکن تو یکی ای کجا و کجا ای کبله زمینه تو تقریبا به آنگو روی درخت بید تو تقریبا به رخشانی به همه طرفی منطقه مکرانی سراوانی لاشاری شان من لهجه ها به زبان آمیانه گوشه گمپور زمین لهجه لاشار لهجه و کتیه چه و بنته و پنوزی لهجه هنچوشند چابهاره و می بلوچانی که در کراچی هست شانواد یک خاصین لهجه ای هست و آیانی لهجه به مکرانی هور ترید و هوری کنه بله تقریبا 2-3 میلیون نفرن که در کراچی زندگوازینند و آیانا خاصین لهجه هست بلوچی زبانه و این همه قدیمی لدبارند تو که هجرتند که بلوچان وطی هندو دمگا بلوچستانه چه همه چاکر و گوهرامی زمانگا و جلال خانی بگره تا رضاخانی زمانگا ای بلوچی هجرت و دراندیهی یا وطش لورتتا پنوکین افسری بروند چه اقتصادی لحاظا و آزادی لحاظا شان کراچی رفتگن شان زنگبار رفتگن شان مسکت و خلیجی ملکان شدگن نی یک خاصی لهجه هماوتی نوکی من این جاها چهشان پش کبته وجه مولزهی اگر بونگاب پسرا اگر هم کم کرد نظر بده هم شرری پبلوچی زبان دارگ و دیمروی راجی زیمه بله راجی زیمه چیه؟ این بلوچی زبان حقی ایشیه که ملکانی که بلوچ زندگوازینی چه ایران و افغانستان و پاکستان و خلیجی ملکان یا اروپایی ملکان ضرورت از لحاظ انسانی زبان مادری زبان یک حقوقی اساسی در هر ملکی که باید رعایت ببید و حق دا چوکی که چه ماتابید په هموتی مات زبان گب بجن شی چه ایران گواهی ایران ببید ایران بلوچستان یا روی درخت بلوچستان یا افغانستان یا کراچی و خلیج ملکان یا اروپا یا ببید بله ما چاریم که ای حق ایران تها در قانون اساسی تها یارته که آموزش زبان مادری آزاد است آموزش زبان مادری ننوشته بلوچی یا کردی
یا گیلکی و آدگ زبانا عربی نوشته آموزش زبان مادری آزاد است، اما اذا قانون گذارا یک زرنگی کتا و یک ظلمی کتگی ننوشته آموزش به زبان مادری. یعنی باید که آموزش چوکی که مدرسه یا رود همچو که بلوچستانی نیمگنت ایران بلوچستان و روزنند بلوچستانه ایده باید چوک پوتی زبانا برود مدرسه یا درس بوانید تو تا دیپلوما باید بلوچی بوانید، وگرنه چوک به مدرسه یا رود کلاس اول آب بجای ایشی که زبان یاد بگیرید یا علم یاد بگیرید، علوم و ریاضی و آدگران یاد بگیرید، ای چوک رو ده ترجمه یاد گیرید که من چطور به زبان فارسی بتوانم گپ بجنم و رندشی که گپ اونجد بتوانم علوم بوانم، چطور پدر ریاضی حل بکنن و دیکته و املا یاد بگیرم. قانون گذار در قانون اساسی نوشته آموزش به زبان به زبان مادری آزاد است، در صورتی که باید بنوشتی آموزش به زبان بلوچی، آموزش به زبان کردی یا آموزش به زبان مادری ضرورت دارد. با وجودی که مولوی عبدالعزیز رحمت الله علیه و آقای میر مرادزهی به عنوان نمایندگان بلوچ خبرگان در تصویب قانون اساسی هورتن تو پایهتن و ای اعتراضش خود بلشانی خبرش گوش نداشت و به همین زرنگی بله پاکستان بلوچستان یا روجدرات بلوچستان تها بلوچی زبان وانگ تاریخچه دیمایند ما چه همه کهن قدیمی زمان هم بچارین یکی همه ضرب المثلان و بطلان هم بلوچی و همه شعران هم قدیمی بلوچی که در دبگال بند و الهان بند توادن مروچی منطقه اشان یک سببی بودتگند که میشمی بلوچی زبان برکی تو تایدا به میشمی دستا بمانید و باز بجنیگند بله شفاهی منطقه بله همه دیوانان مزنی که گرگ بودند شعر و شاعری یا حماسی و پهلوانی چون میشمی معاصر زمانگاه کمال خان بوده، غلام قادر بوده، جان محمد بوده، قادر بخش بوده، ایشان وانته و هنو تمامشان وفات بودند تو نیستند هنو نوکی عهد تهاد دیگه هنچی شاعری شاعر و با شعر گوشک پا بلوچی زبان هست بله گوشنده و الهانگوش به نحوی به سبک کمال خان و غلام قادر و قادر بخش کادوک مارو بوده و جان محمد و ای دیگه جاها کمند نی ایشی تا ادا یحتر رسته بله تا تقریبا 200 سالن که بلوچی زبان تاها پکا وانه نویسه بید اولین برا هم مولایان کوشش کته اولی برا مولانا حضور بخش براهوی قرآن چاپ کته به زبان بلوچی رنده هم قاضی عبدالصمد سربازی که خانکلات قاضی القضات بوده خان یار احمد خانی زمانگاه و اصلی سرباز و نسکنت مردمه این واجه هم قرآن به زبان بلوچی ترجمه و تفسیر کند که نمانید که رنده خیر محمد ندوی مولانا خیر محمد ندوی در کراچی ایشی ادامه دن و وحدی که پاکستان چه هندوستان جدا بود گونا همه موقعیت که بلوچ هم در کراچی و هم مکران و تربت و کوچه و ای زله ها هستند و اشان هم وتی زبان کوشش دایتند که ادا خیر محمد ندوی
آستیگان لانچت و تمام آزانوگرانی که بلوچی زبان چیزی بلدتن تو ماهتاک و روشتاک و ریلو چه همه دا بونگیج بود و سرچمگی هم دا ارد بود یک انجمنی که آیانی هدف هم همشیت که ما چطور راه و رهبند نویسگی وانگی پا بلوچی زبان ارد بکنیم، چطور بوانیم بنویسیم و اسکول و مدرسه ارد بید که کم گیشی کراچی تها ای کار بود و همی در میان یک جوانی که در میان ظاهر بود که آیه حب و حق په بلوچی زبان دیگران درستان گیش بود و آیی تنها تماموتی عمر همین زبان سراغوازیند و سید ظهورشاه هاشمیت که سید ظهورشاه هاشمی و همین جمع کهور بود در کراچی و ریڈو بلوچی هور بود در کراچی. جمعه خان بلوچی واجب عبدالصمد امیری و هنچوش یک دو واجه دیگه که منی ذهنان نها و خیر محمد ندوی شاوتی ای کاران و واجب بارگزئی اکبر بارگزئی اشا جهدانی تها هستند و چونت روشتاک و ماهتاک و سالتاک اشان بلوچی زبانا شنگ کد رنده هم بلوچی زبان و لبزان کشان ماهتاک روشتاکانی بودگن که در کراچی و کوټه و تفتان کشان تا 40-50 ساله چاپ بودگن و آوهدی که میدیا و سوشل میدیا و ای وسیلیان نوکین انترنت نبودگن میشومه زبان بلوچی وانگ در برگ گشترین طریقه همه روزنامه و مجلیان بودگن که آنگو نویسک بودگن و به ما رستگن و ما در بلوچستان روشنند و ایران بلوچستان یا چه عربی ملکا همیشه رهچار و چمچار بودگن که کدی باریم بلوچی مجله پمایه تو رسید راهی دهیم یا پلان کتاب کدیمی دستاب رسید که ما کتابا بچارین و بوانینی و گوڑا واجه سید ظهورشاه زحمتانند که آواجه رنچ ملایانی رهبند که مولی خیر محمد ندوی و قاضی عبدالصمد سربازی رهبند ببید که سبای دشتیاری همچه همه رهبند نویس و کوان و کانه گوڑا سید رهبند باز کاربند بود باز شنگ بود و یکی چه مشهورترین رهبندان په بلوچی زبانا و یکی چه زندگدار و کام بلوچی زبان ما گوشت کنی که به سید رهبند یا همه بلوچی سیاهگند کتابی که بلوچی وانگ و زانگ یاددن البته بیخیال مبین که همه 1979 آیا کمکی پیش افغانستان بلوچا و واجب دانشمندین منی حیالا واجب پهوال یا منی ذهنه شرنهت واجب لغتنامه هم بلوچی زبان نوشته و همه اولی حکومتا زبان بلوچیش کمکی وانتگو در برده و هنو هم آیا وتی مدرسیانی تها چما گیشند و چه پاکستان نیمگا هم کمکی گیشند کم سے کم وانینه بیت آیانی هر قیمه هر لغتی اگر بلوچ عربی خط سیاه استفاده کنند یا زاگرین بلوچی کار بندند یا آفسالای رهبنده کارگرگان بله افغانستان نیمگام وانگو دربرگ بید و کم سے کم گوشن کتاب هسته کتاب اولی دومی سیمی تا دهمی یازدهمی آیانی کتاب هست و سید برو زحمت 40-50 کتابند بازند
بله آیه مشهورترین همه لغتنامه یا سیدگنج که سیدگنج اتحاد کم سے کم 30,000 گال و لغت مانند که این مزنی گنجی و همچوش بطلانند. بطلان هم در پاکستان بلوچستان یا روجدرهت بلوچستان و همچون روجنند و ایران تها بطلان سرا باز کار بوده چو واجه گل محمد صالح زئی کار کتا و بازی واجهانی دیگه هر کس و هر دمی بچاره بطل ارد بوده. بله ای واحدی که ما بلوچستان شناسی تهایتین و ما گلایشتیم که دیوان مولوی عبدالله روانبودا ما جماوری کد همه واحدی هم بطلان جماوری بودند و واجه رسول بخش کشاورز لاشاری ای کارا زموار بود و 10-15 سال و گشتر تها تقریبا 6,300 بطل ای واجه جماوری کتو یک جا کتن و این کتاب هم چاپ بود به تهران یا کردستانی تها و هنو من حیالا کتاب جهانی تها چهبار و ایرانشهر هم دستیاب بید و ایشی تها تقریبا 6,000 بطل هست. گرچه ایشیا هم بطل موضوعی سرا و سبجکت و موضوعی سرا یارتگن بله بهتر ایشیت که ای بطلا الف بی تها هما آبانی حسابا یارگ بودینا الف تیای حسابا نی ایدا گوشگتیم که زبان برحال ای پیما زندگ من تو تای می دستا رسید. بله ایران تها ما هنگت چارین که یه جهد پا جاهی نرسگین پا زاهدان و ایران شهر دانشجاهان و دانشگاهانی تها ما چارین که باز می دانشجویان و ورنایان زبان بلوچی لوٹو کن و بازین زوری کشان پرداتا بوتی دانشگاه مسئولان و استادان و آیا مجبور بودن که 2 واحد بلوچی تصویب بکنه. یعنی پیشگین ذمه‌وار دانشگاه در زاهدان 2 واحد عمومی بلوچی در ودا تصویب بود که اختیاریه که بلوچ زهگان بلوچ دانشجویان شان توانند این 2 واحدان انتخاب بکنند و قرارت که دیماتر برو و واجه دکتر عظیم شهبخش زموارت واجه حسین بور رو کمک کد و پیشگین زموار دانشگاهی هم زاهدان قبول کد که یہ کار شما بکنی. بله دانشگاه رئیسش بدل کد و پاکین کار من تن تو پراموش بودند و بلوچی زبان بیحیال بود. بله آدی ما واجه دکتر موسی محمود زئی که بازیم تیبی که بانو گو بانو کارینا کار کنگیند و ما هم باز کار کتا گو واجه ها گو هم دیگه آیی چنول آستیگان لانچت که ما باید یک کاری بکنیم بلوچی وانگو دربرگه باره یا گوڑا یک کتابی با عنوان سرفصل دانشگاهی واجه دکتر موسی محمود زئی چتا برابر کتا در حد سرفصل درسی دانشگاه در دانشگاه ولایت ایران شهر که ممکنه دیمی سالا یا دیمتری سالا ایشیا سبک بدند و به عنوان 2 واحد درسیش یا سبک دند و تقریبا آبسالای رهبندا یک چیزی بین سید و آبسالای رهبندا آیا گچین کتا و گوشگ بید که آیی این رهبند تها یا این 2 واحدانی تها بلوچا هموتی بلوچی ازانند و دیگه غیر بلوچی اگر هم لوٹید که زبان بلوچی یاد بگیرید
گوره ای دوی واحدان باید اختیار بکن. بله در پاکستانی تها ایشی وانی نگبید، هر نیمگا سید اکادمی تها وانی نگبید و کوته دانشگاه هم کتاب چاپ بیت آموزشی و همشی و وانی نگبید و هم مدرک دیگبید بلوچی زبانا. بله گویی حسابا که بلوچی زبان رسم الخط هم پر لاتین و هم پر عربی حروفان آبان که همین بلوچی حروف آبانان که این در اصل چه مثلا عربی ها گفت دگم پارسی الف با هم ما گوشی که حروف الف بایی چه عربی هن پرچه که پارسی حروف الف با هم آیی هم تقریبا ما گوشت کنه که 500 سال گشتر نهیم. آیا هم پیسرا پهلوی وانتگو در برته و اوستا و زرتشتی کتابش هم وانتگو در برته به این حسابا نبوده. رنچشی که اسلام حروف عربی حروفان زبان فارسی تهایتن و حکومت های اسلامی چه خلفای اموی و عباسی دورانا که فارسی لیکوپرد به این نحوه موجودن وگرنه پیسری پهلویان و آیان هر کس وانت نکن و بس همه کسانی که درباره زبانهای باستانی آیان وانت و زبان شناسن چون واجه دکتر محمود زهی و کمی هم تاریخ که واجه دکتر شهبخش و چند نفر دیگه و کلن در مورد زبانهای باستانی یعنی آکسانی که خط میخی بوانند و پهلوی بوانند در ایران تها 5-10 نفر گیشتر نه که مثلا یه چیزانی که روی کوه و مچیانی تها هست آیان بوانند یا اسناد تاریخی که موزیانی تها و گنجینیانی تها ایرند آیان بزانند ای وانوکان در بروکان باز کنند. باید واجه دکتر موسایی کدرا باز بزانند که چه می بلوچستان ای نیمگا و بقول سرحدیان ایشکا و آشکا می گورا زبانشناس باز کنند. می گورا بلوچی گورا زبانشناسی که نظر بدن زبان بلوچی تها سکمند بله باز وشحالی جاهند که شاعر بلوچی سک بازند شعر نویسوک سک بازند بلوچی لفظان کو نثر و شعر هم نویسوک سک بازند یعنی ضرورت هم نهین که درست مردمان و درست نوکورنایا یا نوک دربران بلوچی زبان شناس ببند همه اندازه که آیا و تیماتی زبانا وانگ و دربرگا بلد ببند که وقت بلوٹند که یک چند کلمه کاغذی بنویسند یا اینکه وقتی بلوچی وش و زبر پوتی چوکان برسینند و بلوچی گارم بید گوشی ضروری انت و واجب انت همه اندازه که انسان برای وقتی ضروریات کوشش کند زبان ماتی زبان هم یکی چه ضروریات انت کسانی که دینی فکر و خیال کنند از لحاظ دینی فکر و خیال هم زبان یک مزنین ارزشی باید روانی واجب ملزهی بچه که چند رفته دستش برز مهمان معمولا تقریبا رب ساعت رند کهید می دیوان البته مهمان مالا کاری نه باز منتوار چه واجب ملزهی که می دیوانی تا آدم دیمای ارد تو دیگه په حلاس بکن همیشه که من گشتر گوڑا چه نکنان همی اندازه دیوانو دلگوش کد که تا بانوک برسید بله ایشان کافی نهند کمیان هنو سوشل میدیای زمانگین یکی توانت اروپا ببید بله 10 سایت و واتساپ و کانال تلگرامی بجند یا اونلاین درس بدن
یا آنلاین مدرسه پچ بکن. همه پیمی که چه ایران و پاکستان تها و بلوچستان تها شرکت کنند، اروپا یا و امریکا یا و در مدرک گرند توانند به بلوچانی که کار بلدند، کارزانند، زبان زانتند و واحقش از زبان بلوچی خدمت کنگا گوڑا آیان توانند از همین مدیای ذریعه یا و همین واتساپ سوشل میدیای زمان مچیات توانند زبان بلوچی مردمان نوجوانان یاد بدهند. یا یوتیوب تها درس 20 دقیقه‌ای 30 دقیقه‌ای بوانند وانگو درباره یاد بدهند، یوتیوب تها ایر بکنند. یا اینکه کلیپ اد بکنند 5 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای و هر واتساپ یا که شریکند و تلگرام یا اینستاگرام یا او دا شیرش بکنند تو بحرش بکنند. یا اینکه زبان بلوچی لحظی بطل و مثل هم بانند 20 بطل و مثل هم بانند تو ضبط بکنند تصویری و همچو شنگ و تالان بکنند تا یک زمانی که ما بچاریم که افسالای تقریبا همین 20 سالن تو 30 سالن ما ای باره بازخبر نکو پرچی که ما اشت که بانو کارینوات درباره افسالا و تی کرد و تی زحمتا بلی آوات بگوشید بل ما باز چه بانوکا و چه افسالای دانشگاه هم منتواریم که 30 سالند که بلوچی باره یا پرتپول کنگین تو نویسگین تا هنو کتابی رهبندان نویسگ بود بلوچی زبان استاندارد یک دستوری هم نویسگ بوده به چند زبان اردو و فارسی ترجمه بوگین و فارسی وجب دکتر محموزهی ترجمه کنگین تا بلوچی منی خیالا استاد تاجی ترجمه کنگین و اردو هم یه دیگه دوستان ای بانوک زحمتانند و ما باز منتواریم چه بانوک ای زحمتان و ای رهبند اگر هر چیز ببید و هدی که یک زبانی به زبان شناسانی دستا کرد و زبان شناسی طریقه آیسته را کار بود آچه آدگه رهبندان کامیاب تر بید. اگر به همین نحوا که بانوک کار کرگند و کمی و تی زحمتان گشتر بکن بلوچی رهبند یا بانداتگین بلوچی زبان رهبند افسالای رهبند یکی چه علمین رهبندان که ما توانیم باندا این رهبند سرا حساب بکنیم و بگوشیم که بانداتی یک که ممکنه افسالای رهبند می زبان رهبند ببید پرچه که ادا چند کنفرانس گرگ بوده و کسانی که چه بلوچستان روجدره تو روجنند و افغانستان و اروپا و کراچی و یحتگند بازین کنفرانسانی تها گو هم فکر و تپاک بودگند که این رهبند خوبین رهبندی و ادا کارگاه ارکنگ بوده و این زبان همشن شی سرا کتاب نویسه بید لغتنامه انگلیسی سایت تها موجودن و چند کتاب هم شنکنگ بوده و واجه صدیق آزاد واجه عزیز دادیارا ایباره کتاب هم نوشته و این رهبند سرا نی چه دا گشتر من تیم نگران به هر حال لوتی شما زندگ بدارید و دی زباناشن که بلوچی ها باید بوانین و در ببرین و بلوچی ها و تی لوگانی تها خبر بکنین و چوکان و تی بلوچی یاد بدهین فارسی خبر کنگ یا انگلیسی خبر کنگ که شی مزنی شان و فخری نهن و کسانی که هم فکر دینی کنند تو فکر آدگه فکران کنند چه لحاظه هم زبان مزنی حوری پرچه که گوشند که و من آیاتی و اختلاف الوانکم و السنتکم چه آیات و نشانه خدایی یک زبانند خب وحدی که شی مثل دیگه بقیه آیاتا یک آیه یک نشانی خدایی حساب بید
گوره باید این آیات و نشانی که همه ماتی زبانه باید پهریزک ببید، زندگ دارک ببید، وگرنه چون 7000 زبانند و روچی چند زبان مرگین تو روگین و خدا مکند و هجگر مباد آروچی که بلوچی زبان پچوشین سرنوشتی دیپدین ببید که باز بجنی هبری گویی همه کواس و زانوگر و میدیایا بلوچی زبان کوشش مبید و ما بگوش هنی که واجه کد خدایی و تی خبران اول سر هم گوشت منی پیروک زبان گمنی پتیگا پارک کند منی پتیگا گمنیگا پارکتا منیگا گمنی چوکا پارک کند ایشی یعنی شه مارا فارسی و اردو و هر نیمگا محاصره کتا اونگا عربیا یکی گوشت که من کراچی شده گو من گوشت که منی پاسپورت جوازا بکش که من لازمه گوشتی که تو سٹرڈے مورنینگ بیاتی پاسپورت ریڈی بیت آوازه سٹرڈے مورنینگ بیاتی پاسپورت ریڈی بیت نو ایک چشم بلوچی زبر نهند یا ما شما پارسی خبر بکنی نو من نگوشم مشمیگه هم هنچشم په پارسی هند فقط همه فعلا بلوچی ببند یا در عربی تها عربی ملکانی تها عربی واژه و کلمه و گالا می بلوچی تها بیایند باز بلوچی گار بید بله زبان یا رنبوکین جویه زبان ایدگه زبانانی سرا تاثیر الید و وقت چوتی همساهگان و نوکی اختراع و کشفیاتی که بن دنیای تها علمی خارج و علمی هم علمی زبان هم اثر زوری ایشی مشکل نه بله به همه شرطی که ما هم وتی زبانا پشت مگیجین دیما ببریم و جایی که مردم ضرورت علمی لحاظا علمیه بگیرید و سک هم کوشش مکن که هر پیمانتا یک چیزی پا بلوچی زبانا بیارید که مردم همه کسی که 4 کلمه بلوچی هم بلدین نزم کشی ترجمه چشیم واجه محمد جان من عذر لوٹم بری مثلا همه پروگرام زوم لحتی براتا هم هنچش نویسن بلوچی ها همه پی میکنه که ما تر هنگوشیشان پا ما ترجمه بکن یعنی همه پی ببید که پا همه گو مچی ببید وانگو دربرک ببید یعنی هر 3-4 زله بلوچی افغانستان ایران و روجدرهت و خلیج ملکانشان درست فهمتنی بکنند یه درمیانی زبان ساده بکنند مهربانی که منی بی آمادگی همرانا شما کم که گوش داشتند و امیدند که آدگو براتان یه باره گیش بکنند تا بانوک جریده و حاضر دیوانا مهربانی سلامت باده تا دیوان دیمایورد البته وجه یکی جوز کتا که واجه مولزهی و چیه کتا تو چیه کتا گوشی من البته باید بگوشم که واجه مولزهی یک مزنین کاری انجام داده در رابطه زبان بلوچی دیوان مولوی عبدالله روانبندی جمعآوری کتا شنگو تالانی کتا یک چه مزنین کارانه که واجه مولزهی انجام داده کتابی تو دانه هم پیش بداره چند صفحه اگر 2 دقیقه اجازه ده ما شعری حوانی که چه همین کتابی چند صفحه دیوان چند صفحه کتاب کن برز کن ظاهر ببو ها کتاب برز کن دوربین ظاهر ببو بله کتاب دیوان مولانا عبدالله روانبند شی تقریبا 1000 صفحه جی ها مزید کاری 1000 صفحه تو شیعه پارسی و عربی و انگلیسی و بلوچی مقدمه تو مولوی عبدالله روانبند معروف ترین شاعرانند و آخر سرا هم یک لفظ بلد یا هم لغت معنی هم شیطه هستند که این لغتان ساعتین ترجمه کتگند و شیء PDF هم من تیار کتگ و من گوشت که
پا همه گوستگی زبان مادری خاطره شی پی دی اف هم من دیان سایتانی تها و انستگرام و مچیانی تها که بلی بلکه هنی دسترس مبید شی دبئی چاپ بود ایران شی اجازت چاپ کنگه نبود ما مجبور بود شیا امارات دبئی چاپ بکنیم نیم اگر هم واجه هنگت تواد واجه نام گیب تو ما مجبوریم یک هردی شهری واجهه که یاد دند مردمانا با هنر کاربار باره اشی که تمام قومان جلو رفتگند همسایگان بلوچانی مروچی عربانند افغانانند و هر نیمه جلو رفتگند فقط ما بلوچان منطقیم شی ما بلوچیم ما بلوچی ما بلوچی ما بلوچ ما بلوچستان نوکین ما هروج تاک انت زنده دفتر تی بلوچ زیر تپاک رشتگا هوری بدوچ پرچیا از کاروان پد منطقه ظاهرند پیشکنزگ مادن چروچ همبلان دوشی مزن بانگاه کتر منزلش گفتن تو آرامند مروچ یعنی یه دیگه قومان درو پسر منزلی رسیدند نام نشانی زبانی تاریخی آیانه هست تنها ما شما پش کفتگی روچ درات که تو حقت وابیه نگه شنگ و شانگند بارو بی پکره چکوچ کامیابی کار و کوشسته برند ام بلورته چون که تو کشته کروچ گوهرت په مزر لنجاب برد لال لوته سکگین کوهان بکوچ وقت گوازینه پواب و غفلتا قیمتی جنسا مکن چو صدق سوچ روم و شام حسرتا چی آوره روم و شامی ارکن از چامپ و نکوچ لاگری عذری نهن پتازیا لاگر بهتر بتاچ بل عذر پوچ گم بلوچی غیرتا میانا ببند میشی چم جهلی مکن پادا چقوچ نی ترازیه بیت گوشک با پهرشان دیم دیوانا که ما هستیم بلوچ ما بلوچیم ما بلوچیم ما بلوچ ما بلوچستان نوکین ما هروج کشت واجه مولی عبدالله شعر پا وتی بلوچ قوما که بلوچ قوم باید هوش گوش بکن اگر لوٹید زندی نوکین ارد بکن تو باید چهر طرفا هم زبانی لحاظا و همشی که وتی حکومت سرنوشتا وتی تاریخا وتی زبانا پرهنگا دود رویدگا تمام باید پهریزگاری بکن تو پهازکاری بکن سلامت باتید و درستان چه شما منتوارم که منی گپ شما گوش داشتم مهربانی باز منتوار تا دیوان دیمایو واجه بندوی خیل کنید سلام عرض میکنم شما درستانا منتوار چه واجه مولزی که بالاخره دیوانی واش داشت من فکر کردی یتیم بانو کاریم چین چک طول کشت والا قراره 8 تا 8 و 5 دقیقه یه حدودم بیا اوکی شاید اگر ما هم براتون سعی کنیم که دیوان گرم بداریم بله گفت شیند که منه حالا اگر چه دیوان هم جز پرس ببید بلکه گیشتر جلسه دیوان گرم داره برای ما دیگه پان لوتو شیه بگوشن که هنچو که واجه فرهاد گوشت و هنچو که واجه ملزهی گوشت بلویچی زبان هنچو په حالو گار نوید پچی کنو نزدیک قرنی 100 سال هست که بلوچ اختیار دگرانی دستند
و متاسفانه هیچ ورین تحصیلات و فسیلیتی پری فراهم کنک نبوده که بتوان توتی زبانی ادو جنجالانه حل بکنه. ولی پد با وجود هم بلوچی زبان واقعا مطالعه داشته و این زبانی داره شی منتوار همه جهدکارانی چون که واجه سید هاشمی این طورنده یه دیگه شعر و شاعریانی کردگن یه دیگه کتابانی که نویسته بودگن تو تکیب مزنی نقشی هم ادام بلوچی زبانی زندگ داره که واقعا مشرکی برات و گوهارانی جهد بوده که تنی وقتی پش کبته و خاص طور منه حالا زحمتانی هم که آکسانی که بلوچی اکیدمی تا هستند یا من یاد مدتی که من کراچی تا هستند 2-3 بلوچی محتاط در یاد خاص طور من واش یاد منه یکی نام بلوچی لبزان کرد که هست و من سک دوست هم بود بچیک بود بازین کلامکاری به قول فارسان مسائل روز داشته بشتن پیششم. برای بلوچی گار نوید ماشمشی دل جمع بلند چون که منی حالا هم تو اول مطرح کو محمد جان و رندم واجه فرهاد و واجه مولزیه که همچون که ماشما و تر چکاسم گوتی پیسرگین نسل و پیسرگین سابکن جنریشن ها آوادی گندی مثلا 3 نسل یا 4 نسل پیش ماشمه پیروکانا چوٹه سرا بوده مزنین پاگش سرا بسته بوده یا جامگانش چوشی بقول معلوم کارش نبوده چی گردی بوده زی منال ایک بغل پاس بوده گشا زمانه که دراجی ها بر اساس تغییر و تحولاتی که پیش آیند چه کردوگرانی جامعه چه معلوم که بودی زندوار که بدل بی خوب طبیعی برای باز چیز بدل آوازی و زبان هم یک موجودی زندگی زبان هر قومیه یا هر ملتیه به عنوان یکی چه تاریخی ترین هویتان به عنوان یکی چه اولین ابزاران و وسیله‌ای که واقعا بنی آدم پوچی مشکلاتان حل کنه که بتون با هم دیگه لنگدن میتونن گپ کم پیمی کرده بشن سخن از 10,000 ساله و شاید هم بیشتر بیشه پیش نمورید اما به شرطی نمورید همچون که ماشمه واقعا زحمت کشید شاعران و بیچارگین به اصطلاح نویسو کانیکتنی وادی تمامی بارانش که لاگرین کوپگان زورتا که دامه داتن چه دامه دیگه بیت و باید ببیت تا زمانی که بلوچاره وقت یک حکومتی ببید چه وقتی که حکومت بود آوادی بالاجبار ایژوکیشن یا آموزش یا تعلیم و تربیت یک بحثی بیتن که ما راجی بیتی دستا بید و تناوادی هم مردم نزاند که دی ببید امیدوارم که هرچی زودتر ببید بهترین بل تناوادی خوب بهتر همیشه برای کوشش کنک ببید تا جایی که امکانی هست که زبان تحریزه و زبان دارک بلوچی شعر شاعری تا واقعا باز رشد کنه یعنی توانت و تارا همرز بزانتیم با جهان شعر و شاعریانی طبقا هنر و نظانم برحالا کیفیت و کوالیتی که هستن فقط مشکل ماشو بلوچی الان نفسه یا همه به شکل روان نویسی هست که اشی هم تالوته که گلایش بودتگند ولی توفتری مشکلی که هنو هست این مسئله سرا متاسفانه بجنگین گفتشند که نوشته رهبرن بلوچی همه بلوچی سیاهه گند بچه که بلوچی سیاهه اختلاف یا برحال هر کس اختلاف من نلو تا موشن اختلاف ولی برحال چون هنگت گیشینک نبوده پر راحتی شرری با اینکه بلوچی زبان سیاهه پت واجه سید هاشمی هیچ دنیای تا شک نیست و هیچ بلوچی شیطه هم شک نکن بله من دلجلان که اگر سید وقت هم زندگ بودی هنوم گوشتی که بچاری ولی واجه رحیم مهمان یحتا بانا کارینا یحتا مهمان یحتا من گوڑا من گوڑا گپ نکنم پچیک در واقع گپ هم نبود منی گپ هم هیچی نبود تو من شهلا وعده که بانو قوت گپا شروع کردشان هم گوڑا وعده باز مهربانی چه شما و چه عبدالروف مولازهی که دیوانش دیمای ارته و همچوش مردمانی که دستش برزن و لطفاً گپ بکنند منتوار من بانو کارینا و شاد کشن دیوانا و شهد دیوان ها البته ما وقتی دیوان تا دیمای ارتا گپتران کرد در رابطه با زبان بلوچی امیدن که شما دیوان تا دیما ببره
मैं बोनगाप हम बलूची ज़ुबान दारगो दिमरवी राजी ज़ेमा के मैं बोनगाप हैं के हम मौज़ूआ गाप तराम होते हैं और मन मायका له اختیار شما هلنگ شما وقتی گپانه بونگیج بکنه جی شما باز منتوار منی باز مزنی واشی که شما مهربانی کتا من چمان نکسر دعوت کتا که دیوانا بحر بزورن و نشما وقتی گپترانا خبرم بکنه هنون که واجرهی من لوتید که تا وقتی گپان سرجم بکنه تا سکوش خبر کنه که هتی ولی من نو یک خیالیات نزانم ترا خبری هست گیش کنه که واجرهی هنو که تی گپ من خیالت من گپ کنگیت آوازی بله شما منی حالا که گپ کنید راندش می گپان و راند من گپ کنم یا شایدم بلکم اگر من وقتی ارزان بکنم بلکه شما مجبور می‌بینید برای همین بقول انگلیسی همین لاینی تا هم گپ بکنید نزانم من صرف واجه مدیر برنامه واجه کات خدایی انتهایی تصمیمی تو تانه وقتی دوربین پاش کرده تو وقتی خلاصه وقتی گپانا حلاس بکن اگر اوکی من بارک ما همیشه عرض کنه که من نزانم شما تا کجا منی گپ پیش کتند که پیستر تا شما واجه فرهاد باب گپ کتو واجه عبدالروف مولازی که زیاده بلوچی زبانی اهمیتی تا و بلوچی معلوم که سبکن چیه بشن که رزیستانس یا مقاومتی که تنیه واجه کتگش بلوچی زبانی زندگ داره گا و من ارزم همیشه که بالکل بلوچی زبان تنی و دیگه پشکافتن منتوارن واقعا همه جوکار بلوچانی که برای بوتی نزور کوفقان تو انتگش بلوچی شعر و شاعری شعری سر بدارن دیما بیارن کنون جهانی سطح جهانی لیول من یاله برابری که شعر و شاعری بله وقتی که یک نثر رو سبکن به شکل نوشتار چیش بشن که نثر تکست سبکن بنویسشن شان سر من یاله ما سخت ضعیفی و فدا هم محربا ببید همه بلوچی محتاکانی که آمه مشرقی بلوچستانی تاتنی و چاپ و شنگ بودگن تو مهنتی که آیان کشته بشن بالکل مهنت مدیونین دیندارین سبکن بلوچی زبانی هستی دیندارین و واجه سید ظهورشاه هاشمی واقعا بلوچی زبانی سیاهه پتن شیطا کسر شک نیست ما ایشیه گوشه گفتم که اگر چنانچه حتی شهمیر سید شاه وقت هنوز زندگ بودین تشویقی کرد لکبرکنو کانه که شما اگر عیبی ایرادی گندید لطفاً شانه بگوشید تا بالاخره یک بهترین راهی در گیجه بود بچه هنگت آخه استاندار بود نبود متاسفانه بلوچی زبان و همه حساب گندگین که هر کس بودی وڑا نویسته که باز کس بودی وڑا نویسته بل برحال آدوین ولی که هنوسک مطرحند یا آدوین نوشته رهبند یا سیاهی که هنوسک مطرحند یکی همه رهبندیم که شهمیر سید نوشت و متاسفانه آی بیماریانی باود بچرند که دسته شد نرسید که آی ادامه بدن بله میید شعر و شاعری سبکن یا ای محتاکان بلوچی که هستند همه رهبند زور تو ادامهش داد رفتن بچار همچون که من اتفاقی داده بدم به ایگه پا بگوشم من زی بیگایت من لحظی گپ کش بود که ما را یک می مغربی بلوچستان سرباز و راست و پیشینی نیمه یک سکین زانتکار و سکین بلوچ دوست و سکین زبان دوستی هست واجه برجانی نامی چی حساب کن یکی جوسپورس کده همین باره بلوچی زبان باره جوسپورس همین بلوچی سیاهی باره جوسپورس کده که اینا واجه گوشه که پحکی زبانان یا پحکی نوشته رهبندان عیب هست و بالکل راست بشیگه پشیده اصلا شک نیست بله جوست ایرانند که اگر چنانچه فرصت ببید مردمان فرصت ببید که وقتی این اشکالانی اگر گندنتش اشان بتونه برطرف بکنند پیش ایشیه که این زبان به عنوان یک زبانی بید که دولتی بلوچی ایشیه به عنوان ایژوکیشن لنگویج یا به زبان تعلیم و تربیت استفاده بکنه
پچی فرصت چرا است بده و اتفاقا آقا گوشگند که ملوده شیب گوشن که واجه فرمایششون گوشیده که این بلوچی نوشته رهبند یک هنو هستن این بلوچی نوشته رهبند بالکل پوره بالکل کاملا و هیچ عیب و نقص نیستی من ایالا ماشما نباید چو در واقع نظرم چی باشم کلمه چیه ما وقتسون ببینید که ویتی ایوان مگندی بچه اگر دیگه کسی که دم نبچارید و بهتر ایوان سرپده بید اما همین میویتی مخلوقانی که هنو هر کس بوتی وڑا نویسگه ایشی معنیش که برحال عیب گندگه ایراد گندگه و ایشی سک مهمند که ما این چوک بقول معروف می بینش می دیدان اینکه پراه ببید که بتوانیم گوش بداریم مشکلاتان چیه هر کسی که گوشه گندهش و کوشش همی بیده راه حل در یه جک بید نو من فکر کنم که و اتفاقا منی ارزشن بارو کاری نه اتفاقا همی گپانی تو کسی اجابه شما نام گره بید و گوشه بیدند که اما جست که واجه برجانه که راه و درگست که پی مشکلاتان سر شما نام گره گید و برحال بازی کسان دیگرین گوشه گند شام بله واجه همشه باشه که واجه بعدن همشه باشه که گوشهر رنگ کجا هم بوده یعنی همین گپانی که افسال یونیورسیتی یا بانو کارینا بسلا گوشه که ایراده هستن راه حلشین بوده کجا هم همشه باشه نو اگر ببینید منی دستمانی چشمایشین اگر شما بتوانید اتفاقا حالا نظرش دویتی برنامه چی بوده پا گپ کنگا بله این بحر هم اگر بلید به عنوان یک بحری که همین گپانی که مروی چی کنگ بند و مورد خطاب دقیقا بینه اگر اجازه بدهید دوردانه برجانه در واقع مورد خطاب قرار بدهید پچه کتک با زحمت کشته و کشه گنتن واقعا هم خوش آوازین در واقع خواننده هم شاعری شعر باشید و هم همچین نقش باشید که اصلا من بریشان لنده 1000 بار هم گوش دارم تک باز رندش گوش دارم که گوشک ببید که بلوچی نوشته رهبند مشکلان یک کسی که زبان زانتی مثل شما بانو کارینا از شما دید و نگاه ها که بلوچی هم نه بله به عنوان یک زبانزانتی چه درا چارگه ایست بلوچی سیاهه مشکلان چی هم و پیشانی بهتر کنه که رنده او که نسلانی بلوچی نسلان چوک و چلانگی که دیم آیاهه هم راحت بتوانند بوانند هم راحت بتوانند بنویسند و هم دیگه غیر بلوچ هم اگر بلوچ یک متنی بلوچی بوانیده مجبور میرید که درایین جمله سرپد بید تا یک کلمه اگر چنانچه 4-5 وڑا وانگ بید که بوانیدی منی دستبندی همشیه اگر ببید شما همشانی باره هم یک کم و گپ بکنین بگوشی که هندگین بلوچی سیاهه مشکلات چی هست و اگر سید ظهور شاه وقت هم زندگ بودین ضرور آئی هم همین مشکلاتان دور کنه و بهتر کنه و خاص طور منی تاکیدشی هم بانو هنو افغانستانی دولت اجازه داده که بلوچان بلوچی زبان درس دیگ بگن پرایمری سکول و منیال سکندری سکول برای یعنی بیت ولی با تعجبشی که نیست هم یک استاندارد زبانی منیال شما یونیورسیتی والانی واقعا یک مزنی زمه که مشرقی بلوچستان یونیورسیتی هم ببند چه مغربی بلوچستانی ببند و چه زانکارانی که شما بین المللی که هستن ببند این مشکل من حالا به یک شکل یک وری بدل من شما وقت نگرم جی وجه بندوی گودا من یک چیزی بگوشم من از سک دوست بی وقتی گوش دارو کانی دیما بگندم من سک مشکل گو سیاهین سکویران حبر کت کنا ایشن که من واجه روخته من نتوارم که واجه کت خدای منی اولی درس گو وقتی استودنتان برای آنلاین او 20 تانک سیاهین نو من نام گندگه ها شما کی من شما را درس داد نکنم ای دوله من سیاهین چیزی نگندگه هم من با ارتباط برقرار کت نکنم هر کس نت هست و مشکلی نیست اگر وقتی تصویر و سیکیوریتی مسئله نیست وقتی تصویر اگر پیش بدارید مثلا وشتر و گلبم که بزنه این نامانی پشت مردمی هست شما منتوه جواب محنو که وجه بندوی حبار کن نگه
من یک چیزی من یادت ما تحتال کپتن که ما چه اولی کلاسه دبستان گوشند اسکولا تان چوند کلاسه ما زبان و تی جنده زبان واند تان کمی شر نوشت کتکو شما وقت زانه یک چوکی که اولی دومی سیمی کلاسه رو انگا مشکل وقتی زبان نویسید وانی تو نویسید نه؟ چهارمی، پنجمی، ششمی کلاسانو کم کم هفتمی کلاسانو انشاء نویسید کمی زبر بی اشتمی نهمی و ای هم باز این ساعتی و تکلیف و هومورک و کل سویدیان لکسا و ای پیمین چیزا انگت باز لعزور نمبر 20 نمبر نزان نمبر بیار کارنامه بیار و تی ماتکتا پیش بدار رضا ببند انگا لگیت باز لگیت تا یک مردمی و تی زبانا و تی زبان کاربندگا و تی زبان وانگا و راست نبیسگا ایل بکند 1 2 3 5 8 سال لگیت نه؟ نو ما چون انتظار بکنیم که بی مهنتا ما بلوچی نویسگا یاد بگیریم گپ ایشند که ایدا مهنت لوٹید ایدا کار لوٹید سیاها گواتی جند گپند بله و ای هم اختیاری این کاری ایدا دولتی پشتم نیست کس نمبر ندند کس کار استخدامی تیم جست نکند که تا بلوچی وند کنه یعنی ایشی تا هیچ پیمین نوما کمی فارسی هم گالکارا اقتصادی نپوسوتی نیست گوره ای درو کار بعد گو خوب و واحقا ببی و که تیارند که هر روچ 1 2 3 ساعت بدند که پوتی خوب و واحقا وتی زبان بدارید یاد بگید وانید بنویسید ای سکین مزنین هنره بله ای پیمین مردمانی پدورنداین فکر نهید که 100 ببند 10 مردم ببند که تیارند وتی روچ و شپان پا وتی زبان دارگا بدیند و ای ضرور یک چیزی که باند و پوشی برگردید نه پسوت برگردید چیزی که مردم بزاند هیچ برزایه نبی ایو ایران یعنی تاریخ تهاین کیا چای مزنی مردمان گشتاس با من خیال ای روایاتانی تو که گشتاس با که گوشتش درانده بو شو یک زرگری که را یک هنری بلد بو و پدا گود سرا آینا پسو ترسه اولی و درو روایت هم بله هر چیزی که ما مهنت کنه وس کنه یاد گیرین ضرور گونند و باندروچ که اگه بلوچستان مورتی بی یعنی که اگه بلوچستان اجازه بده یعنی که بلوچی زبان درس دایگ بی که باید درس بدن اگه ای اجازه دایگ بی هم نوکهی هستن که درس بدن کجام ره بنده 1990-91 و پاکستان اجازتش داد بی نظیر بوتوی گورنمنت اجازه داد بله کس نیست رهبند نیست مردم نیست تیچر نیست گوره و دولت هم پدا زود دولت گوره ای هم برباد بود بله من دلجمون که اگه هنو ایران اجازه هدایت بی که بلوچی زبان اسکولانی تا تدریس کنک بی تیاری نیست گوره شما باید چی بکنین باید یک راهی یک دیمروی بکنی یک راهی بزورین دیما بروین دیما بکنزین من
واتا ای اجازت البته من 30 سال هنو علمی پتپول کوتا پتپول کنگاه تغییر کنگاه بلوچی زبان سرا و بلوچی رهبند سرا بله من اجازت قوت دات نکنم که بگوشم ای رهبند عیب چیند رهبند پایدک چیند ای رهبند نب چیند وجره این بندوی وقت گوش که هر رهبند عیب هست عیب ما خاص اگه انگریزی رهبند بچارن چو مشکل انگریزی زبان رهبند تو پنجمی ششمی هفتمی کلاس بیوسته چون بنویسند نایت گوشند NIAGT نویسند through گوشند THR نزانا چون بنویسند انگریزی زبان پچه که فهمین تاریخی گون گوڑا هنوگین روان چه هنوگین گپ سک دور فنلاندی زبان و اسپانیایی زبان که کمی نوبتر یعنی استاندارد پیم بودتا باز نزدیکترند گو مروچی گین گالواران البته لهجه هستن سویجن منی واتی جنده لهجه جنوبی انت منچه سویجن جنوبی بحرات کگا و من اگه گو واتی گو هار حبر بکنم واتی ملکا گوڑا بالکل غیر استاندارد سویدی حبر کنم ولی ننویسان این زبانا ننویسان پچه که سکولا مرا درسش داتا که چون باید استاندارد زبانی بنویسین گوڑا من واتی گوهارا حبران ننویسان پچه که استاندارد زبانا نه هم و ای هر زبانی تا هستند ولی ای بلوچی گشینگ نبودتا پچه که بلوچی هنچین زبانی نبودتا که هنگا رسمی زبانی ببید ملکشی ای زبان پشتا ببید یعنی که اسکولانی تا درس دیگ ببید یعنی که یک و دو پنج و ده مردم تپاک یک و دو پنج و ده مردم تپاک بکنن که ای دولا باید نویسک ببید وجه گلخان نصیر که مزنی شاعریه ما ضرور وجه گلخان نصیر نامش کتا آیه 9 کتابان 5 همه واحده که انگت زندگت وقت چاپشنگ بودتا چه گلبانگا بگیرتن گرند پدا 4 کتاب هم پدا آیه مرگورن پدا تیار کنگ چاپشنگ کنگ بودتا وجه گلخان نصیر چه بلود قوم شاعران مدرن بزن ای دوره شاعران یک مزنین شاعری بله آیا وقت چون کتا وقتی اولی کتاب رهبند گلبانگ رهبند دومی کتاب رهبند شبگیروک و کتاب گرند رهبند یک نه تورا هر وقتی نوکین کتاب سرا که تاریخ کتا نو گوشتگی من وقتی رهبند کمی شهر بکنم یه دا کمی شهر نه گلبانگه تا من کمی ای دولا بکنم شهرته یا سیمی کتاب انگا گوشتگی من کمی ای چیزا هم بدل بکنم چیزا هم بدل بکنم بشید که موزانین هر انسانی کار عیب ما هر انسانی کارا عیب ما و خاص هنچین چیزی که رهبند زود تهینگ نبی پارسی رهبند انگه چون مرد تهینگ نبودتا اگه شما بگنده میا بلد چینند میکنم یا که ملد چینند به و نه و نزانه هوری نویسی و جدا نویسی و این چیز انگه نگیشتند ای هم 1000 سال اورند گوڑا مارا مزنین چو انتظار مبید که بلوچی زبان یک روچا و تی شکلا در بگیجی تو دیما برو ولی یک چیزی که زبان تا و انگریزان همزان تا چیز که گوشنتی مورفوفونیمیک رایتینگز که تو دستورا گو رهبنده مان بکنه زبان دستورا گو رهبنده مان بکنه
بودا پلاس مردمان که دستوری زانت نیست این مثلا مشکلی پرینی. پر مثال انگریزی اس هم جمع بندید و هم مالکیت پیش دارید. من گوشت کنم the boys book and the boys came. The boys book یعنی چوکه کتاب. The boys came چوک آتکند. ای boys توارا یکند دپا یکند ولی دو پایم باید نویسد ببند. The boys book باید گون اپوستروفی اس نویسد بی و the boys came باید بی اپوستروف نویسد بی. ای پا انگریز چوکا سک مشکل دونون کم ای اپوستروفان در کنند. ای همه مورفوفونیمیک رایتینگ یعنی تو باید دستور بزنه که بزنه the boys گو اپوستروف بنویسه یا بی اپوستروف. و ای پمین چیز نبایدند رهبندمان ببید. تو باید گون تواران دیما بروی. گون دستور نبایدند دیما بروی که مردم دستور زند نهند. من سویدی دستور پکار نهید که من بزانم. من سویدی زبان زانم و واتی زبان وات نویسم. من هر وقت گم بلوچان گوشان زبان شما واتی جندگن. گم واتی بلوچ برات گوهارم گوشان زبان شما گند. نو اگه من بنویسم مردمی ای چون نویسک ببینید. هر چیزی که ایند باید یک دول نویسک ببینید. یعنی که ای کتاب رنگ یعنی که توکای ای گون کتاب رنگ یک دول هند گوشا و دپا نه کتاب رنگ توکنه ولی کتاب رنگ و توکنه دو مختلف دستوری چیزان ولی دستوری چیزان تو نباید رهبندمان بکنه. نو ای پیسر کمی مضبوطه که دستوری چیزان تو باید جدا بنویسه. مثلا ای چیزی که گم کارگالم باید دیگه وارد نویسک ببیتن که ای که گو نامگالا نکشتر لکی باید دیگه دولی نویسک ببید. ولی اگه ای کلمین که نامی انگریزی زبان مورفوفونیمیک رایتینگ زند تا دستور اگه مان بکنه گو رهبنده دستور نزانتین مردمان مزانین جنجالی بینه و مردم دستور نزانتند فکار نهند که من بزانن و من یک کارگالی گوشم یا یک نامگالی گوشم هنو گین زمان اگه گوشن یا گوستگین زمان اگه گوشن یا نامگالند یا ای گپ بکار نهد. ما واتی زبان ازانه شما واتی بلوچی زبان ازانه البته بلوچی زبان و هر زبان گرنج هم ایشند که جای نجای گوشند مات جای نجای گوشند ماس جای نجای گوشند ماس جای نجای گوشند من کنا جای گوشند من کنو من کنین. ای پیمیم فرق هست برای ای گیشی نگباد که من کنان نویسین یا من کنین یا من کنو نویسین ما آتکگا یا من یحتگا من آتکگا من آتکگا من آتکگا که کروشی گوشه آتکگا یا که من یحتگون یا من یحتگا. این شکل باید گشینن ببام با یک کمیدیم با یک استاندارد زبانیا کورم کار دوان هم گرامر دستورات کمالو که پایم باید بکنیم و دومی گپ همیشند که رهبنده هم باید یک کمالو که پایم بکنین و ایشی تها علم گوشی زبان زانتی گوشی که مورفوفونیمیک رایتینگ یعنی دستوری
نویسک مان مکن. دستوری گرنج مان مکنید با مردم. و می واسوایشه که دستوری گرنج مان مکنه و هر چیزی که کموگش دپا که این نویسک بید. ولی البته کهی دپا، یک سرحدیه دپا یا یک سروانیه دپا یا یک راستی دپا یا یک بهاریه دپا یا یک تربتیه دپا یا یک کراچیه دپا. این مشکل این گپه این گشتی نگلوتن و این کار کنگلوتن. بزانه که بی کار کنگه چیزی دی من رو بی وطا وقف کنگه بی حب و هدوناکی بی عشق و علاقه چیزی دی من رو. و ما هنون کلاس گرگاین دوشنبهان 2 ساعت کلاس گرگاین زوم سرا و بازین و بیگین ورنا هستن که درسان شرکت کنن و من مزنین امیدی که تا 2-5 ساله نویسوک پیم ببند. نویسوک که پیم بود تگند نو ما نوشته را بند گرانچانگی کنیم. نویسوک که بنویسند و ما بگندیم که جای نجای هر کس عرید. هر کس گرانچ هست. نو ما بزنیم او دا که هر کس گرانچ هست بلکه یک مشکلی. ولی تا مردم کار مکنند و منویسند خبر بازند ما خبر کد کنین ساعتی روچی سالی 10 سال 100 سال پدا بلوچی زبان میری بله خبر بازند بله تا ما کار مکنین خبران باز پایدگ نی هیچ پایدگ نی. ما وعدی یاد گیرین وعدی وعد هلین وعدی دیما روین وعدی وانه وعدی نویسین نون گودا ای گرنج در کایند و وعدی ما ای گرنچان در کد کنین ما ای گرنچانی سر بحث کد کنین بله کسی که ننوشتگی ما کدی یا 2 روز پیسا رها ما اشکوتا که همه زیا یکی گوش که بلوچی نویسه و چو راحتین چو ساده هین هاو بلوچی نویسه سک راحتین سک ساده هین بله یک دول چه کتاب اولی تاکا تا کتاب گردی تاکا نویسه سک کنارن تا ودیاتا باید بداره که تا اودا یحت نوشت یا عطق نوشت یا یطق نوشت یا چه نوشت و یک چیزی بنویسه که نو پوره بلوچستان هم وانگ بیدی و منی خیلی بلوچی زبان و ادب مشکل اینو که نسلا ایش بود تا که نصر سک شعر وتی جنده جاگه ها ولی نویسک نصر دل و دول چون مشکل بوده که مردمان درسته من یاد من چه بهار هاتون 2013-14 سال پیسر یک کتاب جاهی هسته که بلوچی کتاب بها کنگه ها چه بهار هست شما ضرور زانه که کجا جاگه ها منگوش کنگه ما اودا شدیم که لاتین کتاب بگرده و دو ورنا هنجه نه کدانه تند ما بنداد که کمی خبر کنگه من گوش شما چونین کتاب لوتی پارسی یا بلوچی گوشتی ما پارسی کتاب زوره ما بلوچی و وانت نکنه من گوش شما بلوچ نه هاو ما بلوچیم بلی بلوچ وانت نکنه گوڑا من گوش چیا زبان وشو میگن
عربی آبا هم که زانه نون گوڑا عربی آبان اگه بوانه و ایواتی جنده زبان چی وانت نکنه نبوشه این که مشکل انتو این که پیچیده انتو این که ما ما دل پروش بین گوڑا نصر باید ساده نصری ببید شما ضرور واجه محمد علی جمال زاده کتاب یکی بود یکی نبود شما وانتا ضرور این پیشگال تها یعنی فارسی زبان همه ما میگرن چه 100 سال پیسره واجه جمال زاده ها که من خیلی 1905 یک کتاب چاپ یکی بود یکی نبود ایشی پیشگالا نویسید که من لوٹید که نصر ساده بکنم من لوٹید که نصر نزدیک بکنم با مردمانی گفتن با مردمانی روزمره زبانه ای پکارند ای بلوچی زبانه پکارند که نویسد تو مشکل مبی یعنی هنرنمایی مبید شعر دیگه گفتی شعر من بحث نکنه ها ولی نصر چوشی روانی نصری بید که مردم مهرند مگوشند که منی زبان نهید بوانند و بزانند چی گوش اگاین انچون که جمال زاده ها یک نوکین حرکتی پارسی زبانی تهاورد کمت کتاب اگوامی یکی بود یکی نبود ما هم باید یک سادگی بیاریم یک سهولتی بیاریم که مردم بگوشند هاو ما ویوانت کنم ما زانایی دا چی گوش اگاین ایمانی وطی جندی زبانند دلبدی برسیم مردم ها یک و دو بند موانند تو گوشند من زانه هم چی گوش اگاین منی زبان نهیم وانند تو گوشند هاو ایو پکایم چی گوشی گوڑا ای چیز پکارند که نویسوک دیم پا یک ساده نصر بروند و نویسوک گو یک اپسالا یونیورسیتی مردم اینچون بکنند ما کردانی دیم روی کو کردان 150 سال پیسره یک مزانین تحولی آورد و تی زبان تها دو سای کارش کو اما آب که پکار نهند در کنک بود کنند صاد و تا و عین و ای پیمین چیز که بلوچی زبان تها هم نی و کردی زبان تها هم نی و پارسی زبان تها هم نی ولی ایرانی هم داشته اونون چکا مزانین گرنچی نون دیکته بنویس اطلاعات چون نویسند هاو ای عین انت تا انت ضا انت صا انت صحبت پکار نهند فارسی اگه در بکوته و سک راحتا بلی نون درش نکوته پچه که نودراجه این تاریخ هستتش کردان در کو سورانی زبانه آیان در کو راحتش کو پدا کردان دیگه یک کاری کو پچه که بلوچی و کردی زبانه دو آبند که مجهول و معروف گوشنتی مجهول و معروف فارسی تها هسته پیسره رودکی زمانه هسته تا ضرور تا سعدی زمانه هسته تا جامی زمانه هم هسته خدا کم زور بو نو بلکل گار بو تا افغانستان هستن پاکستان ولی ایران نو گار بو تا روچ بوتا روز بوتا روز میکنم بوتا میکنم برا ای او گار بوتا چه پارسی زبانه شیر همه یا واو معدوله گوشند واو معدوله واو معدوله ایرانیان گوره گار بوتا بله بلوچان گوره و دری تها هسته دری تها پکاین دری تها هنگه هستن و بلوچی تها هنگه هستند گوره ما واو یا سرا باید یک کاری بکنین انچو که کردان اما گوندوکین هفت اش ما هم کردانی راه زور بچه یونیکودی تها هسته یک گوندوکین تکی
یا سر برن ما پیش داریم که ای و یک تکی واوی سر برن ما پیش داریم که یو نهندی اوی بودا ای توارگیشی نگبا ای پیمین گوندوکین چیز که کمک بکنم پا ای اوی گیشینک پا وانگا سهولت کاری ای عربی آبان در کنک بنویسگا سهولت کاری و اما مورف و فونیمیک رایتینگز هم ما در کتگند ای همزه زیر زبر همزه پیش که فکر نها ای ما در کتگند که نویسو کان سهولتی برسید و سادگی برسید مزانا هیچ چیز بی عیب نبی ضرور میں ہر کار تہا تجدید نظر بھی بدلی کے شرطر بھی اول آیفون نزانن دوا پدا آیفون 3 پدا آیفون 4 پدا آیفون 5 پدا آیفون 6 من ایک هنگ آیفون 6 پروشته هم بله روچی نروچی یکی گیرم پواد پدا آیفون 7 پدا آیفون 8 پدا آیفون 9 پدا آیفون ایکس نو نزنن 11 12 همت که و ما پشت کب تگه بله بزا همیشه هر کاری تها دیم روی هست بله رهبند تها هم ما چوش کت نکنی که هر روز بدل بکنیم هر روز که بدل بکنیم گوڑا گاڑو بڑ بی ما همه وحدام باید نوکین ورژنی بیارین نوکین بزن آیفونی بیارین که ما اولی سیستم ایبان زانتا کم نو آیفون 4 کار بست دیستش نه ادا کمی شرمین نه کامرا کمی نزور نه زانا ادا کمی شرمین آیفون 5 6 نه ای شیشک کسانه بل مستری بکنه ای پیمین چیز گورا کم کم شر بله گون کار بندگا اگه آیفون 4 انجو ایره نو ما آیفون 5 بکنیم چه کجا بزنن که آیفون 4 کجا هم که آیفون 5 بکنن ایشن که ما گو رهبند کار بندگا کار کنگا مهنت کنگا چواتی خالی کو آزاد این تیمام برگا و تا کاری تا پرینگا مزاند کنین که این استاندارد عیب کجا هم ما پوات یک هنری درگیجن بلوچی بلد بود تگین بلوچی ما وانت کنین بلوچی می لبزنبار باز بود تا می گال باز بود تگن که مغرب و مشرق و مغرب و چهر نیمگا گال ارتهور بود تگن ما باز این جاگه ها ما که صحبت بیارین یک جا بکنین که بدیم به یک استاندارد یا بروین و بوان یک دومی کسه ها نو ما تجربه ای کلاس تو که ها همیشه که ما یک نویسو که من خیال ایده گونن و جا فرسین تا گونن نه جاو و جا فرسین گونن نه وجه فرزین تو هم ده نظرم برای هورن دیوانه یا نه ما جی هاو من دانم هورن دیوانه وجه فرزین یک سکین شرین که سای نوشته گالو کمول چرسی تایید باید بوانیتی باید ضرور بوانیتی بهر زورو کن که چه ایران نیمگه هم آیا واجه فرزین که سک فراحتی واند پچی که گال وطی جنده گتم پدا ما دیگه یک کسه آورد که مغربی که مشرقی نیمگه یک نویسو که و شما وقت پزا شری ازانیتی وجه داک ناگومان یک زبردستی نویسو
آیه قصه ما آورد توانگا تلک یک سکین شفرین قصه ولی نوعی قصه وانگا ارند این گالمانا چیند آگالمانا چیند که دیگه نیمگی آتا و ما کم گشتر کار کو سرباد وانو کمو گش راه کپتند و ای پیما مردم راه کپی بی کار کنگا نبید زبان کار کنگ لوٹید زبان چو وقت پا وقت نراوت دماغت ها ما چو وقت یک قصه کت کنم انگریزی سر من سک باز جهد کد خاص دبیرستان تیما ما اتکن لوگا یک وراتی و پدا من نشتم پا درس وانگا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت و انگریزی من دوست بود اب چیزی که هستم من 1 2 3 5 رند نوشت چه کتاب من رو نویسی کو گال من نوشتم کم من انگریزی شد و پدا من زند که نه من ایهو بو کمی هم خدا دادی استعدادی هستی پا زبان یادگیرگا هم باز این زبان یادگیر یادم نمیشه مشتگل بله خیر پدا ما چوکدار بودی نوالی چوکات که دومی چوکات ما وقتی همه تیز استفاق و ما دومی چوک پدا 10 رو چورند دنیا هست من گوشت نون که ما کمی فارق یعنی بزن maternal leave ما چوتی کنم وقتی کارا 1 سال وقتی دوین چوکان دارم و هر حال لوگ کاروش و اما روسی هم یاد گیرم روسی کلاس من شده گوندو که چوک گونه گوندو که چوک تا 1 ماه 2 ماه آرامه من شده وقتی درس 1 2 3 هفته پدا دیست نبی من تیم نرسی من هیچ کاری کت نکنم نو من 1 و 2 جمله انگا ذهنتها هست روسی ای همش مشترم مطلب نبود من وحدات نکو اگه هم منی 10 زبانه ولی من وحدات نکو تو انگا منی کارنامه تها بری روابطی یونیورسیتی کارنامه تها unfinished course Russian A unfinished course 30 سال آورم نوشته unfinished course Russian A نبود اگه ما ریاضیات بلکه دیگه چیزی ریاضیات یا تو زانه سرپد به یا که دیگه چیزی حفظ کنگی نهند یک دول زانگی بله زبان حفظ کنگی زبان تو باید کار مکنه نیت ننندی و منی گپ اشند که اگه ما کار بکنه گوره هر چیز بید زبان هر چیز بید کار مکنین زبان هیچ چیز نبید و بلوچی همیشه مانید که هست و دومی نسل هم دا یک بلکه مبید یعنی که نزورتر بید گیلکی و مازندرانی یا بچاری گیلکی و مازندرانی هنو کم گیش دیم پا مرکه هم بلوکو پیرو خبر کنند کل لگام ولی ساری شهرها رامسر شهرها هر کجام شهرها رشت هر کجام شهرها که شما بگیرید ورنای ناس فارسی کن پس گیلکی و مازندرانی نزان بلوک زانم و تم 50 سال من در جمعم که بلوچستان هم هنچوش بید اگه نو شما مسوره وقتی زبان سرم مزنین ارزش مدیه تم 50 ساله بلوکانی زبان پیروکانی زبانن تو بعد کم هم یک کبری یک کلی این بکنه و زبان
کل بکنه توش بشون و ایسا کپسوزن پچه که بلوچی زبان هنچین پربارین oral literature شفاهی ادبیات هست هنچین پربارین گال و گالوار و بطل و فستان و شعر و شاعری ایگار من و رسم هویت هم گار بید یه کار مکنی جهد بکنی و تی زبان بداری و تی زبان پاس بکنی و تی زبان ارزش بزنید ایچ اما دنیای میراسند شما وقتی جنده میراسند شما وقتی جنده پیتی میراسند شما را دارگیند شما را دارگ کپی تو پاس کنگ کپی بله دنیای میراسی ها هستید چه دنیا زان تا یک تکوری رو اگه بلوچی زبان برو و ای شما زمواری کس داشت نکن شما باید بداد برا بلوچی خبر بکنه بلوچی بوانه و بلوچی بنویسید سلامت باته محمد جان من یک دوست ملوٹو بانو کو بکنه شما بیت یک اشاره بکنید همین عرضی که من کشم خدمت که زیک ای گاپان که من واجد برجانی گوش داشتن حق من لگتا بشکی که دل بته بچه که پیش دارید بلوچ رندنت که ای سیاهگی نویسگی ادو جنجالا حل بکن یک وردی شما توانید بگوشی به عنوان یک زبان شناسی که هستید لکوری هنوگی مشکل گویی لکوری که مطرحند هستند هنو باز کس نویسگن پچه که همیگه پان توکا گوشگن وچه شری سرم گوشگن گوشی که دو نامی گفتگت منه یالانی گوشتان که توکا یکی گوشی واجه علی زامرانی واجه محمد پاری گوشگن که 30,000 مردم شا همی گوشتگی ماهانی توکا همی آنلاینی طریقه و آنلاینی ذریعه بلوچی نویسگه بلد واقعا شان مهربان باد شان واقعا شان زحمت و مهنت ستا کردن شان بله آیا بیت شما بگوشید که مثلا من برم یک بودی خاطره بگوشم من وقتی که رویتت بودی چوکان الفبای عربی پیش بدارم گفتم که بلوچی پیش بدارم شین پیش دارم یک شیر کشت عکسی درگه که نوشت شیر و پده هم یک چیه مثل یک بوتل شیر هم هست آیی تو کامل رو تا بکرن هشت میشی و پده هم یک سبکن لفظان که شعر و شاعری هم مثلی هست بشم این سیانان موادی که یک وڑا نوشته برم یک چوک کسانی بنوشه که این یک چیز هم بچه شین نویه و ره هر سیان یک چیز هم این چون بود کنچم وقتی که من گوش نه ایشی شیری ایشی شیری و ایشی هم شعری منی حیالا اذا چوکا گناه نیست که نتوانتی سرپرد نه و پمیش که ما گیشینتا که شیر و شعر و شاعر سی دولا نویسه گبان یا دور و دور و دور این چوکا چه گناه هست که حتما باید مطلبی بالکل باید سی دولا نویسه گباند اگه نه چوکوشی چیه گپ هم دانند منی حیالا واجه سید رهبند که هست ویتی جاگه بالکل مطرحن هستن بله پیشیر دیماتر برگن چون شما گوشتم با آیفون مثال شما یاد سرپد وید که مشکلات چیه این چون تعصب مردم نباید بخواد بودن مشکلاتانی دور کنه که باید کمک بکن که آو که نسلانی این مصیبت حل بید مثال کنم اشنویتی سویدی زبانی گشت سویدی زبان من یالت 50-60 سال پیش چو و نبوده که همون بالکل همه دولت وانه که بید همه دولت نویسه که بید حالانکه پیسر مثل انگلیسی و آلمانی هم نایسا نویسه NIGHT رو نویسه یک نوعی دیگر بشن چی مهمه که مردم یک دینروی بیارید و این چیزوان همه لوتش هم شکل بگوشید واجه برجان شید بکن من گوشت من اجازه و حق نیستند که بزنه واجه سید زوشه هاشمی مزنین کاری کد واتی جندی زمانه
یک آیفون 2 یاد دیکو چه هیچ چیزیا چه هیچ امکانیا چه هیچ چیزیا یک آیفون یاد دیکو یک آیفون 2 بله نو ما آیفون 2 بدارین و مقدس بزنین و پرستش بکنین یا که آیفون 5 هم بکنین من گوشت مشکل اشان که مورف و فونیمیک رایتینگز هست یعنی تو دستور مانه تو که هنو مردم یعنی و ای 5-6 مختلف شکلا نویسد و بینو مردم بعد اول بزنند که یه دستوری چیه نامگاله برنامگاله و کارگاله دی چیه که بزنم وقتی ای اچون یک گرانجی که بعد آیفون 5 تا در کنگ بید بعد آیفون 10 تا همی شیر و شهر باید گیشه نگذارم و بعد مشکل هم زیر زبر و پیشن زیر زبر و یعنی همزه زیر همزه زبر همزه پیش بچه که ترا گون الف نویسند اگه بعد consistent ببند گورا تی ر و بعد همزه زبر باید بنویسن پا ترا ای همزه زیر زبر پیش بکار نه هم زبانه تا ای هم یک مورفوفونیمیک چیزه که باید در کنگ ببند عربی آب هم گرنج مانکا نو یکی گوشی پچه که فارسی مصالحه نویسی ما هم مصالحه بنویسیم بله یک گپ همیشند که مردم تنودا که بدید چه وقتی جندگالان استعمال بکند بله فینیتیک مبید واحد ما واحد بنویسه یا وقت ما واحد گوشین وقت بنویسن اچوک گوشی ما واحد گوشین چیه وقت بنویسن ای هم یک چیزی که اگه بلوچ بدل کتا مثلا یک کلمه تو من ذهنات لعنت واشین کلمه نه بله هستیم برای پکار بی لعنت عربی نوم بلوچی کتی لعنت یا نالت نو مردم وقتی بلوچی شکل نویسید صبح بلوچی کتا صبح کتا مردم بلوچی شکل نویسید چهارگالا و ای عربی آبان که کردی در کرتا من گوشون آیفون 12 داری بکن بزن ما واسکوتا که یک علمی من نگوشم که اپسالا یونیورسیتی سیستم پکاین نگوشم که پکاین ولی این صحیح نایب ما در کتا کن ضرور آیفون 15 هم کت آیفون 20 هم کت ولی من گوشم تا آیفون ایکس کار بندگ نبود تا ما آیفون ایکس ایبان نزد گوڑا بالکار ببندین بچارین ایشی عیب کجاین ایشی تصویر کا مصاف نبند یا ایشی چی عیب انتی چی شک کسانین یا که نیت نزورین یا که چی ین گب چی ین شما منی مثالا میگیره نه کار ببندین و تی سجین وسا بکنین که یاد بگیرین بنویسین هر کس نویسوک نهند یک استعداد هستند که قصه بنویسی منا نیست وجه فرضی نه هست هر کس ای استعداد هست قصه بنویسی من علمی نوشت کت کنم یکی سیاسی و جامعی نوشت کت کنم هر کس همان چیزا که دوستی بی بنویسی یکی شعر بندی یک شعر پر بندی یکی نزانا رجان کن چه دیگه زبان یا بلوچی ترجمه کن گفت بشن که بنویسی
البته موادی جنده ما اگه باور مکوتین من باید وقتی کاران چوتی بکوتین من باید وقتی کار چوتی بکوتین اگه من باور مبودین اما روند سر و من نباید انتکار بکوتین گوڑا من باور هستیم که دیم روی ما کت کنیم نه؟ و اشیا شرطه کت کنیم بله فمی شرطا که کاری ببندیم بزان اشی عیب کجا هم جی مهربانی شما زحمتوار بیت بله هنچو که شما اکادمیک شروع کتا و رهبند شروع کتا علمی طریقه یا روگید شما برای کلاسان چه ابتدایم تا 12 هم کتاب بندوبست بکوتین شرط این یادگیره گو هنو اونلاین طریقه یا ای زبره بازی نی هنو دیمار روگین شمی دوشن بهانی روچا گو همی دوستانی که آیند ورکشاپان کار کنن همی دوستانی که هر گرماگان آیند تو سین کنن تو منن تو رهبندا چه هر نیمگا چه آن نیمگه شرقی نیمگه مغربی بلوچستان افغانستان چه یوروپ کراچی خلیجه چه همیشان شما 4-5 گچیم بکنی که شما کوشش کنی و تی اولی دومی سیمی چهارمی تا دهمی 12 کتاب بیای بنویسه ضرور وجه تو باز راست گوشه ما یک سکین سالی گوازیم سالی گوازیم و هنگامنی دل کپتیم می واجه ساجد شد یعنی یک سکین وشین توامند مردم چمینی اما گرگ بود ما یک سال آیه تبزان 2 ماه تا بپت ایمی چک کجا شد پدا داری بگیج چوش یک انگه 10 روز تا ایدنتیفای بی 2-3 ماه انگه لگی تا ملک راه داد کو 6 ماه شد پدا گمان آی بانو چوک ای بند بس نون کریمه هیگ بود اول روحی لیگ بود میلا بیچوک یعنی ما گمان گوازیم تا 1 سالا ما کار کتن بله کل دیم واجه اگه می شما وطی زور یک جا بکنین ما ضرور ای کار هم کنین تان دیمی ما یک کتابی داره که یک 20 قصه من باور کردیم من هنو وقتی سجین علمی کار من یلا خدا من علمی کار کت نکنم که پا زبانزان تا نوکین مقاله و نزانا علمی کاران دیم من باید هنو پا مردم ای کارا بکنیم کتاب در بکنیم درس تیار بکنیم اما درسی کتابان 1 2 3 4 5 سال اول سال 2 باز راست کشگای وجه بیا میں کمکا بیا گما همکاری بکن حاضر ما کم ممکن حاضر نه هستند هنچوش واجه تاج هم دیم بانوک میلب هم دیم واجه دکتر محموزهی بری دیگه ولی انگه کم ممکن چه دور نزدیکا دیگه هم هستن شان درو که هور ببند نیند درست هنچو که رهبند من نگن تو دستور هم من نگن که دستور کار بیتا گوره ای بنکی کار بنداتی کار هم ببید ای هم یادگاری مانید شمی زحمتانی ضرور بالکل تی خبر سک راستان واجه تی باز مهربانی ها شما هم چه بوده نکم کم بیای دیم پینگو
زی می لوگا دو مهمان اتن چه بوده نه چه تیواتی جند سنگتان ایمان و محبوبه تا ضرور درست کنه ذکر خیرات ما شما انتظار این که شما گما یک جا ببی یک زمه ایزوری یک زمه آزوری یک زمه سیمی مردم زوری دیما روان بی هنچه ها این لوٹی شما دیمه ویتی کوشستا هنچه بکنید دیمه کوشستا یه ورکشاپا هنچو برابر بکنید که یه بنکی کاران و بنداتی کاران هم شروع بکنید و بهرش بکنید هنچه که استاد ویتی دانشجوها آیا لکچر دن تو آیا گوشی تو ای باره گفت کن یا لیسانس فوق لیسانس پایان نامه واسطه آیا هر کس آزادی تیم هست مانا بگوشی مانا کار هست هر کس آزادی تیم هست بگوشی نشما بچاره چه بلی 4 ماه و 6 ماه کار کن رند کارا بچاره پکایش کنید کم گیشش کنید تا یک بلوچی کار دیما برود تا وحدی که شما هنگات ریتایر نهید و بازنشست نهید یه اگده هم بگیر که رنچتوی کار سستو پدا مردم عمر نزاند مردم هیچ بر عمر نزاند هیچ بر ما چیزی نزانه حیال کو که ساجش شد مهربانی من فکر کنم برای مردمانی که دستش برزه جستش هسته آنی جستان هم پسل بچند بله پیش این که من مایک بدم آنه من یک جستی هسته بانکارینات شما گشت بلوچی زبان یک یونیکین زبانی که بدون فعل مردمتان جمله شعر بکنه و جمله معنی داد تو شما توانه اگر یاده مثالی بزنه چونکان ای چوکی ایدا هیچ کارگال نیستند ای فارسی یا کت نکن البته عربی کت کن عربی گوشی انا معلم من معلم هستم نیستند من معلمی هم انا معلم لحتین زبان ای توان هستند که بی کارگالا لحتین جمله عجبتا ای چوکی ایدا کارگالی نیست و لحتی مردم هستا که گوشی ها بی کارگالا و نبی گوڑا ما چوکی ایت پایمش کو که بلد چینند ولی ایوا پایم کتگین زبانی ای چوکی ایت که اصلا گوشی ای چوکی ای چوکی ها دقیقا ها مهربانی دیگه مثال هم هستین تو اگر تی ذهن ها هستین پامی چیزند همه جاگه کهید ای چونین ملکی او دا کارگال نیستند ای چونین ملکی ای چونین مردمی مهربانی واوی مایک شما اگه فرمای هوایی یا واوی شوی دست برزه واوی مایک نزگرگین وجه عبدالگپور چی شده تو؟ تو انگار نروژی بلوچ شوی مایک بنده وجه عبدالگپور شوی مایک بنده الو سلام نو پچه مایک من نه ها نو پچه شما ها
سلام علیکم دیوان نندوکان خاص کار بانوک کارینا یا که من بانوکا من به زبان مات من گوشته به زبان مات ان شاباش تری بیدیم تی جهدان تو جو تک باز کتو دم براته سلام علیکم بانو جیا واش داده وجه سلامت بشما جول داده دم براته تو هیچ بر من اگه تن گپ پینی رو پیشکم رنده من هنگا بانوک نه حتی ما چیه کنه که تان دست بردا کتگرد بلا هنوک یا حتی سلام علیکی کنم بس ده خاصی کاری که تو من نیستم فقط یه زبان بسرش نشتوره پایین باید چی باشن یونسکو باید ثبت بیشتر کنه ثبت بیشتر بلوچ زبان یه باره کار بیشتر یا نه اشتوره کنیشون ما گشترشی پادورنده هنو ایشند که گوگل و مایکروسافت و ای پیمین جاگه ها که تکنیکل ادوانسمنت بیدید زبانه او دا ما پادورنده مایکروسافت تغازه مداتا و دیم با گوگل ترانسلیت هم هستیم ولی گوگل ترانسلیت بازی این سیاهه گلوتی که هم بلوچی یا بیو هم انگریزی automatic translation چه پارسی هنو ما پیم کنه گهیم که پارسی تو مان کنه ماهی بجانه بلوچی چیزی نه چیزی در بیاید که پدا کمی سابقاری بلو ولی automatic translation باروه پدورنده ہے مایکروسافت پدورنده ہے اما کیبورد مانبایگ اما ویندوز چیزانی تو پر ویکیپیدیا ها ماشا مشیر سکین شرری هوری هاو نه ویکیپیدیا هم البته ویکیپیدیا هر چی کنی ویکیپیدیا هم نویسک بود تا باز علمی نه باید بکنه جاو ضرور باز منتوار بانو بس من جو سمیشتا ہے کہتا چارم مہربانی باز جاو واوای تی دست برزه آیفون این موبایلانه چی آیفون باید شما اگه گپ کن سلام علیکم تاریا توار هست سلام عرض کنم پولین دیوانا برات گواران درستم کلی مردمانا اسپسیال سلام عرض کنم بانو کرینه آئیے گپانا گوش دارگا سلامت بات ہے بانوک بانوک میں جو سمشی ما لوٹے اولا جس کنا کہ شمی ہمیں بلوچی زبان باری گا ابر کنیتا یعنی کہ بلوچی زبان وانی نگے یونیورسٹی شما وانی نے آن لائن تو ابر کو کہ آن لائن شما وانی نے یونیورسٹی ہم وانی نے بله ای آنلاین درس یونیورسیتی اگنهند ما مروچی خبر کد قوتی همکاران که بلوچی که یونیورسیتی وانی نگبی ای سویدیش زبان پیش زمینه هلوتید بله ما چه همی زودتان من باید وصل بکنم که سویدیش شرط در بکنم که شرط انگریزی بیدیسته انگریزی و در نکنم باید انگریزی بزنم یعنی تو مینا کنه که سویدی مردم یعنی بزانتی یعنی پول یعنی چی مگر پد نمیتا ایک یونیورسیتی وانگا ها گشتر سویدن نندو که بلوچا یعنی که زبان زانتن تو زبان دوستن تو آکه خوب بشه یعنی اکادمیک ستادیز اوکی آنلاین اکادمیک نه اوکی آنلاین కూడా arkastuni be buanitte markante aga haste hi fees am haste yani ke fees ke varujide yani fees ke ushin valuchi to nazana waja bandu kai hanum bandu bast kan padumi dora hanam bisi kai kerra bakana aga bel parz واجه ملك زين الديني كربانو ملك زين الديني
خب گوڑا یعنی لیراره کہیں یعنی معلم کہیں میں بلوچی بچم دا کر رہا بھی یعنی معلم کہیں گوڑا فی الحال 1 ساعتی من گیرم و بعد منی همکار واجب تاج گشتر وانگام یعنی میں پہ میں نی بوریاره ما گوشت خانه یعنی بالکل نیباریاره بالکل یا کنین انتین بلوچیز که Ja, اسکریب ingenting. bara molto lì jag kan jag är jättesvårt läsa och skriva baluchiska men jag kan bara prata baluchiska. مشکلی نیستن. Jag kan mycket bättre svenska vad är baluchiska. اوکی بله بزن نه هیچ مشکلی نیستن. كتابة وقدس. بیا و نامه بنویس وجه ملک زین الدین یکی را. اوكي ما كنت كنا هنا ملك زندگی در ساعتون بکنم. هفتگی یبری گوڑا ما دوسته نفر داشتیم. هفتگی یکبری ولی باید هم هفتگی تو که هم پدا کار بکنم. هفتگی 2 ساعت کار بکنه و پدا ولی هر روز 1 ساعتی بگیم که هر 2 روز 2-3 ساعت بگیم که هفتگی تا 8-10 ساعت بگیم در ساعتی ورک هم داین لکسا داین باز شرطی منتوار من یبرمشه تای جود سبتا کرزید و من امی لوٹن جس کنا یعنی تو واتی پشتا پدا انی بچه کل تایگا مارگ زنده هم بروسا نیستین و اما پنخونیر هم بای آئی هم بروسا نیستین نی نزدیک یا بلکه 10-15 سال تو که بلکه 20 سال تو من خیلی من باید هنو دیوانه بند بکنم بچه که امی فونی اوکی اوکی یا باش ای تلفون نمیدی که لابرینا انت جوست چیه؟ جوست مش الكتاب شو لك كتاب بالعطين لك كتاب باید صبر کنیم تا بانوکاری نکوتی تلفون حراس کن تو دیوانه بحر زوری کلاسان بلوچی هستند البته تعدادی دانش آموزان محدودند ولی واجه ملک تو هم توضیح بدادین که کلاسان بلوچی شونکاند و شونکا دیمارند ملک تو تانه توضیح بده تا زمانی که بتی جوسته بکنی اگر در رابطه با زبان بلوچی شهر سلام و درود شد دیوانه امرات گوارانی که هستند مروچی دام بر زورته و شنکه کلاسانی دوره روا گویند بلانی کلاسانی که هستن بر زورته نکنه این کلاس تمام با نظام تا یه ماه آخره که هستن چونکه شان یکی بلوچی پایی بده بوانی تین پایی واسه سخت بیتین که چکن چونت ماگ واسطه و دیم دوره که بونگیج بیت ضرور من اعلام کنم که یه مردمانی که او با واهاگه هستی که بلوچن تو زبانه بوانه من اوتی شماره هم یه رپورت تو دا چیه تو کار چت هیر کدو چت که هیره ها کسی بدا یه تو و من واتساپ شماره گو من کانتکت بکنن تو هر وقت یکن دومی که مرحله کلاسانی که بونگیج بیتن و ضرور من با آیان حال دونه بوشونه دیگه شک آین اگر کلاسانی که چی بیتن من ضرور حالش دم با شماره من گم داود که چی بیتن سیو بیتن معمولا چند نفر شما کلاسان تو کار راه ده؟ کلاسم اگر تا 20 نفر ببن یا 18 نفر ببن شهره ولی یه چیزی مشهور بگوشم که کلاسان کایم بازین تا پیسری رنده 20 نفر بیتایتن پیشتریگا تا یه رنده پتا گار بان یا 2-3 مرحله کایم 2-3 رنده کلاسان کام برزیرن یا 10 رنده کام پتا رنده مردم یعنی تا یه چیزی که که ما کایم میویتی زبان ما گنده گانی ما درست زبان همی عرب جنجالان گرفانه
و مردم یک تعهدی هم بی زبان سرکوتی زبان کوانه این دو سه رنده کایان تو پدا ایشان گاربان ای وقت ای پدا یه مشکلی هم جور کن تو پایی که اگه معلمی هم لوٹگی آیی هم واسه که آوشی که من یک وانی نگم شاید 1% دیگم دیم آورم پایی واسه هم یه دلبری و ما گندگان که ما بازی نیم آقایی رنده و پیسری رنده هم پدا گار بیتگن یه مودتی اگر لوٹن کلاس هم مرتب تا 18-19 نفرم تونی تا 20 نفرم تونی کلاس هم بهر بزیری تی چونکه یه کلاس چیه کلاس هم که پایی هم و اگر تخصصی بهم بلکه بودم کمتر تو بتونه مثلا 5 نفر 10 نفر بله انی من یلا 20 نفر هیچ مشکلی نیست چون جلسه که جوز کردیم جلسه شن که بستگی مردم چی که ما پیشتری رنده که کلاسان که بونگیش بتکتن من یلا تو وقتم گونته و یک توسعه مای طولش کشه نه دیگه این کلاسانی که پدا که ما بیتک که هنگاه هستن یعنی جاری هم و یک کلاسان دیگه ما 20 ماه رو بگاهیم و هر 10 تا 12 هفته طول کش 10 تا 12 هفته طول کشی و بعد یکی چه درستن چی که مشنویتی زبانی من یلا اگر یکی بلوچی تینن که تونیم ما یه دوره 3 ماهی بکنیم و 3 ماه توقع چون که وقتی زبانی و ما گشته اکثر که ما بلوچانی هستیم ما را ایشانی که خارج ها کنه خود ملکا زندگی کنگان شما اروپا مثلا الفبای عربی آشنایی هستی زید توانتیم بله اگر هفته 6-7 ساعت وقت بده تیم بدیم و تا توان راه بکنم یعنی اگر نه که 100% و هیچ کسی انگه ما هم کلاسان برزیرم فهمی آترا که زبانم شرط بیو شرط را بله ایشن که زمان بره بله توانه ای پایی چیزا که اگر وقت بدهند هفته 6-7 ساعت وقت بدن 1-2 ساعت بوده کلاسی وقت هم دیگه 6-7 ساعت بیلن پاوتی واسه تو آنها 3 ماه توکا ای وانگ پاکا میتی اگر نویسه کم که زبانه ولی نویسه تمرین لوٹیته این چیزا هستن خب نویسه مسترین مشکل کیبورد مشکل اگه حل بودی نه اندروید در حله اندروید حله او چه که من وقت همیشه اگر لیکه گاؤں من بلوچی لیکه بری اگر من پکار بیته من رو انگلیسی دیگه بله همین بلوچی ساک واشم لیکه دیگه من انی عادت بودم و هیچ مشکلی هم نیست چه که عادت ماشا لوچه گوگل حساب واشی که گوگل بیو چی بهتر و ساکی واشی چیزی بله اگر فعلا که همیشه اگر مردم بلوچی کار بکن کوت کن چیک وعدن چون کیبوردانه که اینچو ارپینه تا مردم کار کوت باشی هم سک راحت سک واشی آیفون کم باز مشکلی هست من چون آیفون وقتا کارمرز نکنم نزانم بله چون که آیان گفت بوده که آیفون تو که مشکلی کم باز مهربان برای کارینا شما دیوان هوره هورم من حالا نوبت واوه که من دستی جهل کنم فکر دیوانه نه Unfortunately, there's a problem with sharing the sound directly. You need to hold your microphone to your speaker if you have it connected. Okay. I've had that problem in the past as well. You cannot hear us? واوه تی نوبته Yes. Ashkan. سلام من براس سلام علیکم دیوانتا که سلام بانوک کرینا من یک من هستم سرحدی و من جستیشن که به زبان سرحدی هم شما وانینت بچه ما نلوٹیم که بلوچی زبان کپ کنک بیدی خب سرحدی زبان جتا بیدی چه مکورانی زبان چه نزانا سراوانی زبان چه ترکمنستان بلوچی چه کراچی بلوچی اما لوٹیم یک پوری زورمند زبانی بیدید بلوچی باز خوبه
ایشون که هر کجا یک لهجه ای دارن چوبی که زاگان که ادان مزان بودتگن دان نشه ملکا ایشان سرپد بان و بعد شما چونکا کتابانا ملکتا نمیشته که به زبان لاتین انت یا نه به همین عربی شکل فارسی با هر چیزا که چاپوشنگ کنیم با اسکریپت کنیم لیتین و عربیک یعنی دوین الف بها ما راه پرینیم باز خوب انگلیسی نه همین کتابانی که شما هنو نمیشته یک کتابان چونکه نمیشته به زبان لاتین انت یا همین عربی هر دو زبان هر دو واجه ملک شما تجوستا بکن دکتر کارینا احتمالا که نه منی دستم آتی برز بیتا و بانو کارنه هم وعده نگرون و من خاصی دیگه جوستی نیستد جوست همی دیوانه یکی که اما درگته که ماشما گپاتین یکی نوشته که واجه محسودت فکر کنه جوستی کتگت من بلوچه که ای جوست پاسوا بدون یا شما کمو کتابانی باروا تا اندازه گپی تو اینیتی واجه محسود اگر کتابی که کجام کتاب بودن افسالا که رابنده شنگ بیتگن ایشان کتاب تو ناپیتران مهر وشامی و دیگه واجه عزیز دادیاری دیگه بانو که اگر تونه هم کتابم بگوشه دیگه یک کتاب بکنو نوکین کتابی واجه هم شنگ بیگن و اگر شنگ نبوده پیسرگی هم دو کتاب هستیم نامان من بیال کتگم واجه تاج اگن تو میله به واجه تاج و میله به شعر و شاعری کتاب هند واجه تاج کتاب نام سلامت و پدا میله پاچی گوشه هند و پدا واجه عزیز دادیار یک کتابی واجه سیدی کازات ماتون ناپینتران نکسارا چپشین کتا مهرو شام انتخانی پروازگ الله تین چکانی کتابان که بان پیمان ملازهی ها نوشتن سویجن نندوکی و بعدا هم نمای 20 کسان کتاب سراین و اما گرامر بوکن دستور زبانن تو فی الحال ای کتابان و دیگه یه چیزی من بگوشم که گفت چیه کنه بل دوستان که دیوان تو که من دزانم که ماشما گیشتری که ماشما گرانچی هستن گرامر که گرامر کتاب بشی پی دی اف هم هسته اگر کتاب شما رو دستانه که بی مستری کاری که اپسالا یونیورسیتی منی که یعنی پاواتا که ملویتی جهنه مزنی کمکی بیتا اما گرامر کتابه چیک بیسر چون کتابی سرجمی نبیتا و ریسک نبیتا کشی اگر پی دی اف شما رو پکارن همی که سایتی که بانکا نیگر پوته و تیچت کوکا شیش مطمئنه که بودی یک کتاب در بگیجه و بوانیتی که گرامره بلوچی و انگلیسی داند و دوی هم سیاغان ویسکته و بلوچی و لاتینه و عربی هم اسکریپت ها و دیگه واجه محمد من جوستی نیست تو جوستم شد که اجازه بدیم که واجه دانشور دستی برز داره من جوستی هسته واجه دانشور جی واجه من راچه من جوست پا تمشید منی نام بده که همی کلاس بس واجه یلو رو بوشم و من پشم شعری وانا کسی دست برز نه اگر اجازه تمنا دیمی دوره من تیچی نام فرمان دیم بده که ودا ما تو من یلا تران گروه وره گونگده من تران گروه یا دیگه جایی که گروه تو که تو ارتمت شماره یا چواز محمد گیرم که هر ودی کلاسم بونگیز بیتا و من ضرور طرف داول من یه دوره کلاسم تارم باید دوست کنم که چونه کنین تو بار زورت کنین بانم کاری را من حالا هشتا پنت بیا رو دوری ما وچه وقت واندنده بانم کاری را تو اگر دیگه گپی خاصی نیستن باز منتوار باز منتوار یا شما شپوش باز منتوار شما که خدای مانا سلامت باد ولی دانشور شما شعر گوش داره ما شعر پشمانو و جاتا شاده گن شعر هستین آنگ مولا فاضلین
نام و شعرنامه شعر چی بیت نوشته ناگتا محکج دل مو بیت چوش نبید پلتی دامن واد کی تو کپید چوش نبید تو بگوش هرچی من هیچی مگوشان بود نکن تو بکن قهر و منا مهر ببید چوش نبید من بلی کان تا ماهکان جهان آتالان تا منی کلدو که برم شیمه برید چوش نبید من اگر درج One کیان thing ده just to آسمانی بالا دا add. من اگر درج کیان ده آسمانی بالا دا بله پا نبت یا کوهی بسچید چوش نبید چوشتا بید که شب شعر ببید ماه ست Good روی meditation چشار app. یا اندیم بید چوش نبید منتوار مهربانی شما خلیل بلوش وجه درود و رحمت محمد جان وجه شما جوڑه شما دیوان شما درود جوڑ وش و سلامت وجه شما گاپو کے بیگاہت بلے من چو شمارا چے باز پہلی لوٹا من بوتگم بلے چو مہمان منی کرا بوتا من 10 کٹ بوتگم ہو انشاءاللہ دیگران دے کرینا دعوت بھی تو کہ سید گنج سیاہ گے لکھا گے بارا من کم کے سوال چا وجہ مہندسہ منی نظر تہا اچھا گستگت اگر سید گنج سید وات بوتیں تو گشتگی تھی کہ بعض اسی تہا منی نظر تہا منی رنگا پاہمت گشتی کے غلطی اسی تو کا بعض ہس من بلے من نظر ای رنگا پاہمت منی نظر تہا سید گنج ایک سید کتابان تو کو بیمٹو بیدرور کتابان و اسی تہا غلطیو چوشیں چیزیں وہیچ نیست وہیچ کسا گیبت ہم نہ کتگ و نیست نہیں تو کا و دومی جسم نشتت کہ شمیں کلاس زبان بلوچی کجا برگزار بھی تمہیں زوم تہا برنامے گا کلاس برگزار بھی ما یاد کریں یا شما دیگه برنامه و تا هستند که دیگه جایی و یاد گرانی دن زوم ولی دیگه برنامه تو که بعد ولی کلاس زوم بعد کلاس برنامه پدایشی فرض مثلا ما آیدیا شما کجا دیم دیتا وڑا ماشیا کجا شما کسانی که همه دوره کلاس ہوا را آیدی رسید همان که کلاس ہوا را دیگه کسا نرسید چک پیسر اور بودتگان پہلی اما اولی شانی که پیسر ہوا را که تا یہ دوره حلاس بکنن تا دیمی دوره که شروع بو که دیمی شاگرد ہوا را بیان پدا همان که آیدی رسید بس بالکل شر خیر محمد جان ما باز منی فقط سوال ہمیشت کہ ما و دومی من یک کتابی درگبتگت و انشاءاللہ شما منی نظرت دیگه یک جلسه شما خانم کرینا دعوت بکنه اگر بیت وعده بیت من درباره ہمیں پہلوی لغت بارا و بلوچی لغت بارا و پارسی کا من دلمان گتا جست بکنا منگو بلکہ مہمان کم کے 10 قالی بین جست بلے نبو خیر انشاءاللہ باز فرصت برسی دعوتی کرنے پدا انشاءاللہ مرچے من بلوچی گال بند من باز یادت کے من مولانا روان بودے وہ سید گنج ہمیں کتابی کی گشتی کے سیاہگ لکھ گئی منی دیمات من لاتی سوال در گفتے کہ جوستی کنا بلے من افسوس خیر انشاءاللہ سلامت باتی من نتوارن چشمه بحضورگا دیوانا و باز منتوار شما یه دیوان بحر زورد میں پروگرام کوشش همشن که بلوچی و فارسی ببیتن پچه که بره ما لازم ہے که گرچه بلوچان دعوت بکنن که بیان گفتران بکنن پچه که البته حدود 1 سالی ما دیوان بلوچی دیما یاتا بلوچی گفتران بودم برای چند و بعد هم گرچه بلوچی ها میں دیوان فارسی ہاں گفتران بودیم پچه که میں مهمان غیر شبلوش هم دعوت کنن بودیم میں دیوان های آن گفتران کنن مهربانی و سلامت باشه شما شب باش